درود و سلام بپایان به یکایک شما بینندگان گرامی و عزیز و ارجمند ما. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که برای فردای تاجیکستان مثل هر وقت هر روز یکشنبه صحبت میکنیم. این دفعه در برنامه ما درباره افسانه لیمیت برق صحبت میکنیم. اگر یادتان باشد رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن به کاراندازی چرخه اول نیروگاه آبی برق روغان گفته بود که من بعد لیمیت برق افسانه می شود. از آن زمان 3 سال گذشت و حالا از سردی های در چند سال آخر کم نظیر مردم به خود می پیچد و افسانه برق را انیخترش برق را در خوابش می بیند. امروز ها همیشه به روز برق در تاجیکستان در یک چند منطقه ها الکی خاموش شده است. حالا بعضی از کارشناسان این پریشانی را هم دارند که امکان دارد زمستان سال 2008-2009 تکرار شود. آن زمستان مردم یک ماه تمام اصلا برق را ندیده بودند و 5-6 ماه تنها 3-4 ساعتی چراغ‌های خانه‌شان اطرافش را با مشکل روشن می‌کرد. چرا با مشکل؟ برای آنکه شدت خیلی پست جریان برق بود. از سردی‌های زمستان آن سالها یادتان باشد صدها نفر جان باخته بودند و سبب اصلی مرگ آنها نبودن برق در خانه‌ها و حتی نبودن برق در بیمارخانه‌ها سبب شده بود هزارها نفر در زیر جراحی جان به حق دار بسپارند، چون که در حالت جراحی برق خاموش میشد تا به کار در آوردن دیگه وسیله های برقدهی بیچاره جان میباخت. حالا تا به امروز 10 ها مراتبه وعده حکومت و رهبریت دولت رو درباره از بین بردن لیمیت برق شنیدیم. 10 ها مراتبه وعده شده است، اما هیهات. حالا کم کم فصل سرما هم نزدیک شده است، اما تا حال حکومت کشور اهالی کشور را مطمئن نکرده است که در زمستان مردم را به برق تامین کرده میتواند یا نه. مردم را مطمئن نکرده است. حالا مردم مطمئن نشده است که مردم شهرنشین، مردمی که در بناهای بلند آشیانه زندگی میکنند به برق و گرمی تامین میشوند یا نه. حکومت تا به حال همگی بعد از 1 ماه زمستان است و الکی از ماه نوامبر سردی در اکثریت منطقه های تاجیکستان سر می شود. تا به همین روز حکومت به مردم اطمینان نداده است که برق را تامین کرده می تواند یا نه. ساکنان خانه های بلندآشیانه حالا مجبورند برای آن که مبادا در خانه هایشان این زمستان از سردی نمیرند الکی در غم نصب بخاری های قدیمی هستند و با آشیانه 5م، 6م و 10م و 15م انگشت و هیزم ذخیره میکنند. هرچند سال آخر برق در مرکزهای معموری لیمیت ندارد، در مرکزهای معموری برق را بدون لیمیت میدهند، اما میشنویم که نه فقط در دهات بلکه در مرکزهای معموری نیز حالا برق را خاموش کرده ایستاده‌اند. حالت این خیلی رود از بوی دود تپک در شهرکان نیز مست میشوی. ببینید خبرگزاری از پلیس روز 13 اکتبر خبر داد که در منطقه های تاجیکستان قطع سرتاسری انتقال برق آغاز یافت. قطع سرتاسری. ساکنان یک قطار شهر و دهات، شهر و نواحی از جمله ترسونزاده،
کوشانیان، رودکی، واسه، همدانی و چندین منطقه های دیگر، ناحیه های دیگر گفتند که انتقال برق روزانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 یا 18 بیگاه قطع می شود. درباره جاری کردن رژه محدودی استفاده برق یا خود لیمیت از جانب مقامات چیزی گفته نمی شود. شرکت برق تاجیک قطع شدن انتقال برق را به برگزاری کارهای نقشه‌ای تعمیر و نوسازی برای آماده کردن خطهای انتقال برق و زیرستگاه‌های اقتدارشان گوناگون به موسم زمستان وابسته می‌داند. ناظر جان یادگاری این مسافرت بیچاره در تگ بالا ماندگی هر بالای به برق تاجیک زند همین آدم جواب داده نشکار، چون که این آدم سخنگوی شرکتی برق تاجیک است. بیچاره مسافر ناظر جان یادگاری هم همین طور گفته است که حالا به خاطر آنکه در زمستان بی برق نمانیم، برای همین حالا ما آمادگی دیده ایستاده ایم، همه جاها را تعمیر کرده ایستاده ایم. کارمندان خدمات محلی مسئول برق هم همین خیلی گپا گفته اند و به رسانه ها اطمینان دادند که این کار موقتی است. بله ببینید این در حالی است که حالا یادتان باشد ماه می پسری رئیس جمهور، رئیس پایتخت، رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی ماه می با آمادگی به زمستان اشاره کرده بود. تاکید کرده بود که باید به زمستان الکی آمادگی سر شود. ماه می. حالا یادتان باشد سال گذشته هم در موسم تیره‌ماه در منطقه ها انتقال برق قطع شده بود. آن زمان هم سبب قطع شدن برق را به برگزاری کارهای نقشه‌ای تعمیر و نوسازی جهتی آمادگی به موسم زمستان نسبت داده بودند. یادتان است؟ ببینید با کدام سبب این کارها نه در فصل تابستان بلکه محض در تیر ماه گذرانده می شود؟ کسی نمیفهمد. اخیراً رژیم محدودی استفاده برق در تاجیکستان یادتان باشد 6 ژانویه سال 2021 جاری شده بود. اساساً در دهات که آنجا خانه‌های استقامتی بلند آشیانه نیستند جاری شد. حالا ببینید امروزها میتوان گفت قریب روزانه تماما برق نیست. ساکنان کشور باز هم مجبورند که با هیزم و تپک خوراک پزند. اصلی مسئله را، واقعیت را مقامات شرح نمیدهند. فقط مثل هر دفعه بهانه‌های هر خیلی پیش میارند. اینها دایم یک گپ را یافته گرفتگی هستند. یک گپ. سبب قطع برق این تعمیرهای جاری برای آمادگی به زمستان است تا مردم در سردی ها از نبودن برق اذیت نکشند. گپ‌های خوشرو زیبا بله، اما حالا سردی ها فرا رسیده است، از برق درکه نیست. بله یادتان باشد تماشابینان عزیز 3 سال پیش امامعلی رحمان همراه پسرش رستم امامعلی مثل یک قهرمان از افسانه های قدیمی از روی گل های زیر پایش ریخته صدها دختر جوان قدم میزد تا به منبر برود و بگوید که لیمیت برق افسانه شد و این رو هم گفته بود. این گل پاشی زیر قدم درون ناخنک پیشوا نمایشی بود که 100 سال آخر دیده نشده است. یک بار حالا اینجا وقت رو نمیگیریم، یک بار از شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید، یک بار تماشا کنید. باید گفت که ان همین نمایش
تاجیکان را بار دیگر خنده‌خریش جهانیان کرد. مردمی 20 چند سال از بیبرقی اذیت کشیده به خاطر برگشت روشنی به خانه هایش این مسخره بازی رو هم خرد کرد. بلکه اکثر حتی پس اکران های تلویزیون تماشا کرده ایستادن. امام علی رحمان گپ زده ایستاده است در معرکه به کاراندازی چرخه یکمی نیروگاهی برق آبی روغن. بیچاره مردم از تلویزیون تماشا کرده ایستاده در همه مؤسسه های چی تعلیمی باشد، چی کارخانه ها باشد، چی مرکز های ماموری باشد، از جای برخواسته کفکوبی میکردن. دختران در پیش پای پیشوا گل میچوشیدن. حالا دخترانی که زیر پای رفشنگری عصر گل پاشیدن، مردمی که با افسانه برق الله اشان گفت و امام علی رحمان و مردم برایش کفکوبی کردن و همچنین موسفیدانی که از مسجدها آورده شدند تا برایش دعا خوانند و دانشجویانی که یک ماه درست مرشرافکه جشن راغون کردند، حالا نه برق دارند، نه حزم و انگشت و نه حتی تپک. حالا خونه که فرا رسیده است، خانه چی؟ کوچه چی؟ در دیهات، در بلندکوها، در کوهستان علاقه خنک است. از خنکی میلرزند اینها. اما در همین حال نه بنیادگری راغون و نه هیچ از مقاماتش و مردم درستتر شرح نمیدهد که چرا برق را بدون آگاهی خاموش میکنند. مردم را آگاه نمیکنند، برق را خاموش میکنند. مردم خلدلنیک یخدان دارد، چند اسباب‌های دیگر دارد که باید اول شما آگاه کنید مردم را. آنها بی‌خطری تکنیک هایشان را تامین کنند، بعد شما برق را خاموش کنید. این چه روز است؟ خاموش کردن میگیرید، بهانه پر. ببینید در تابستان میگوید که بنابر گرمای شدید به خاطر ترانسفورماتورها آب شده نرفتن برق را خاموش کردید. گفتید همین گپ را در تابستان برق را خاموش کردید. سببش را پرسیدن، گفتید که برای آن که گرمای امسال شدید آمد برق را خاموش کردیم تا اینکه ترانسفورماتورها آب شده نروند. حالا 30 درجه گرم شد، 35 درجه گرم شد، 40 درجه گرم شد. این در کشورهایی که تا 50 درجه گرم میشن چیکار کرده ایستاده باشن؟ ترانسفورماتورهای آنها چه خیلی باشد؟ تابستان گذشت. در تیر ماه میگوید که به خاطر برگزاری کارهای نقشوی، تعمیر و نوسازی جهت آمادگی به موسم زمستان انتقال برق را قطع کرده. حالا همین خیلی گفته شده. در زمستان گپی ازیاد کرده ای تیار دارید. در سرگه آب خنکی شدید به میان آمده، آبها یخ کردند و در رودها، دریاها آب کم شدند و سبب کم استحصال شدن قوه برق شد. اکو ببینید شما نه بهار، نه در تابستان، نه در تیر ماه، نه در زمستان مردم را توانی با برق تامین کردن را ندارید. خودتون به هر یک موسم سال یک گپ دارید. در تابستان میپرسی میگوید هوا گرم است، ترانسفورماتور آب میشود. در تیر ماه میپرسی میگوید که آمادگی دیده ایستاده ایم، ریمونت رفته ایستاده است. در زمستان میپرسی میگوید در کوه ها آب یخ کرد، به پایان نفر آمده ایستاده است. همین خیل افسانه خود را دارید شما.
در عصر 21 کی افسانه لیمیت برق پایان می‌یابد؟ کی؟ حالا ببینید با افغانستان و ازبکستان و من نزدیکی شنیدیم که حتی به قرقیزستان برق را فروخته ایستاده. بله؟ حالا طبق معلومات رسانه‌ای شده پول برقی به افغانستان ارسال شده را گرفته نتوانسته ایستاده. درست است؟ طالبان پول برق را نداده ایستادند، دمتان نمیبراید. یک هیهو کرده تمام، اما برق رفته ایستاده است. انتقال برق بعد به سر قدرت آمدن طالبان به افغانستان دوچند شده است. پول را نمیدهد، دمتان نمیبراید. یک شهروند تاجیکستان یک ماه پول برق را ندهد، نتوانست یک ماه پول برق را دهد، کارمندان شرکت برق تاجیک میرود سیمش را میبرد. طالبان برق را گرفته ایستادند. قرقیزستان برق را گرفته ایستاده است از تاجیکستان. ازبکستان گرفته ایستاده است. آنها یگان این برق‌های آپتام فروخته ایستادگیتان یگان در راه تعمیر نمیشود می؟ یا فقط همین شما همین یافته گرفته ترانسفورماتورهای تاجیکی را تعمیر میکنید؟ برای همین حالا فهمیده نمیشود که مقامات واقعا در اصل برای چی گاه برق را قطع میکنند، هفته دو هفته، یک ماه دو ماه سه ماه به مردم برق نمیدهند، خواهند شب برق نمیدهند، خواهند روز برق نمیدهند، چی که خواهند میکنند. چرا؟ واقعیت حقیقت در کجاست؟ اصلی مسئله چی است؟ چرا مردم برق ندارد در عصر 21؟ حالا گفتیم که مردم کامپیوتر دارد، خلدلنیک دارد، تلویزیون دارد، چند اسباب‌های دارد که باید بی‌خطری آنها تامین کرده شود. بی‌خطری آنها باید تامین کرده شود. از طرف شرکت برقرسان یک آگاهی به مردم داده شود که مثلا گریم از ساعت فلان تا ساعت فلان ما تعمیر کرده ایستاده ایم، تعمیر رفته ایستاده است، ما به شما برق داده نمیتوانیم و مردم بداند که تا کی برق نمیشود. بعضی مسئله ها در همین ساعت ها غم خودش را خورده مانه. مغازه‌دار مغازه‌ای که مال‌های غذای هر روزه میفروشد، او باید داند که شما برق را خاموش میکنید، در آنجا حسیب میفروشد، گوشت میفروشد، تخم میفروشد، چند روغن میفروشد، چند چیزی میفروشد که اگر برق کار نکند ویران میشود. باید این غمش را خورده ماند. کارخانه های استحصالی باید غمشان را خورده مانند. اما شما چیکار میکنید؟ بیم ملال 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز یک هفته 2 هفته برق را میکشید، خاموش میکنید. این کارخانه های استحصالی چیکار میکنند؟ از استحصال باز موندند. چی میشود؟ همه کارخانه استحصالی که در شهر نیست به سبب ارزان بودن کمتر بودن انداز، بعضی از کارخانه ها بعضی از تاجران میگویند در ناحیه ها کارگاه های خود را باز میکنند. و این در مرکز های ماموری فقط شما برق میدهید. حالا چند درصد تاجیکستان را دهات تشکیل میکند؟ چند درصد تاجیکستان را دهات تشکیل میکند؟ میدونید؟
این است که شما اکثریت اهالی تاجیکستان را از استحصالات باز میمونید، مالهایش را ویران میکنید، تکنیکایش را کرنوشایا میکنید، خودش را در زیر ظلم بیبرقی نگاه میدارید. مردم در عصر 21 زندگی میکند، شما آنها را در عصر 19 نگاه میدارید. با چی؟ با چراغ، با چی میگن جینچراغ و با لامپه کرسینی، با شام. حالا ببینید از اپیلیس نوشته است که در بازارها شام و گوگرد قیمت شده است. این برای چی است؟ برای برق نبودن. حالا اینجا تماشاگران عزیز گرامی، اینجا ما به برنامه یک کارشناس دعوت کردگی هستیم. ایشان گفتند که چند گفتنی های در این موضوع دارند. از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم حاجی بابا را پیوست کنند. تماشاگران عزیز، مهمان گرامی ما دادا جان یعقوبوف، سابق استادی دانشگاه دولتی شهر خوجند، نامزدی علوم جغرافی هستند. از ایشان احترامانه خواهش میکنیم و نوبت را به ایشان بسپاریم و پیش از آن که سخن کنند ایشان را خوش آمدید میگوییم. السلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بخشنده مهربان، به کل تاجیکستانیان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. همه دائما صحتمند و سعادتمند و سربلند و خانه آباد باشید. تاجیکستان این یک مملکت کوهی است، ولی بسیار برادرها در شبکه‌های اجتماعی نادرست تاجیکستان را شهر می‌دهند. تاجیکستان مملکت کوچک است، کوهی است، زمین ندارد، این ندارد، آن ندارد، ولی تاجیکستان این بهترین کشور است. تاجیکستان ملت عالی سامان را دارد. تاجیکستان عالم‌های زبردست خود را داشت، شاعر و نویسندگان خود را داشت. از برادرهایی که نمیدانند بخوانند، ندانند نادرست گپ نزنند. به آن شخصانی که میگویند که تاجیکستان 30 ساله است، نه برادرها، تاجیکستان 30 ساله نیست. تا 30 سالگی تاجیکستان بود، ملت بود. از این لحاظ من بعضی مسئله ها رو گفته میگذرم درباره یعنی اقتداری دارایی نیروهای برقی. تاجیکستان از جهت ذخیره آبی نیروگاه‌های برقی در جهان، شوکت جان، در جهان در جای 8 می ایستد. در سابق جمهوری های مشترک المنافع در جای 2 پس از دولت بزرگ روسیه می ایستد. تاجیکستان در سالهای 80 شوروی با برق پر تامین بود، با گاز طبیعی پر تامین بود، استحصالات را شب و روز تامین میکرد. ملت دائما چراغ فروزان داشت. به ضمن این خیلی ارزان بود، از 2 تین تا 4 تین. قشلاق ها ارزان تر می دادند، شهرها کمی
بلندتر. از سال 2000 سر کرده، یعنی تخمینا 21 سال باز به جای بهتر شدن، روز از روز، سال از سال تامین برق با تامین برق اهالی را مشکل ها پیدا شده است. لیکن نمیدانیم چرا این مشکل ها هست. در فصل زمستان خیلی که شما شوکت جان گفته گذشته، در فصل زمستان بسیار تلفات دادن از جمله من. لیکن همین روز اولین مراتبه میگویم، تا همین روز زبانم را گزیده میگشتم. من هم نبیره اولی فرزند کلانم را در تولدخانه از دست داده ام. درد من هم خیلی درد سخت است. لیکن از مسافت ها از دیگر نوزاد ها من خبر داشتم، درباره آنها سخن نمیگم چون که شما گفته گذشته. برای رشد این ساحه بانک جهانی، مملکت های چین، روسیه، اتحادیه متحده امریکا، ایران، اتحاد اروپا و حتی همه آگاهند ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان به این ساحه مبلغ گذاری کرد. مبلغ ملت به کجا رفت؟ گفتگوه های زیادی هست، ما در این مسئله استاده نمیگذاریم چون که این اندیشه من نیست. من این اندیشه را هیچگاه استفاده نمیبرم. تنها یک خود بانک رشد آسیا در این ساحه از سال 1998 تا سال 2019 هم 1,540,000,000 دلار سهمیه گذاشت که در این سال با سهمیه گذاشت. همین بانک رشد آسیا با نیت دارد کمک های بزرگ مالیوی در این ساحه سهم گذار باشد. حالا بانک جهانی همین انرژتیک است. ساحه انرژتیک با این بانک رشد آسیا. بانک جهانی با شرط بالا بردن نرخ برق و به اعتدال آوردن وضع مالیوی شرکت برق تاجیک در ماه ایون سال 2020 به تاجیکستان 134 میلیون دلار گرانت جدا نمود. گرانت یعنی با شرط بالا بردن نرخ. اگر امروز نرخ 22 درم و از 163 درم باشد، اگر آخری سال 2024 به 377 از 177 درم باید باشد. لیکن سال 2020 نرخ برداشته نشد برای آنکه رئیس جمهور فرمان برآورد. نباشد امین 20 21 22 23 24 بلند می شود. من پس این نرخ را گفته می گذارم. در سال 2018 هم کشور 19.7 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق را استحصال کرد، ولی با برابری به کار درآمدن اگریگت یکم که همه واقف هستیم، خیلی مهمان های زیاد دعوت شدن از خارج از داخل، حتی یک جشن، یک توی، یک عید با این گذراندیم. پس از با کار درآمدن دو اگریگت راغون باید تاجیکستان در سال 2020 26 میلیارد کیلووات باید قوه نیروی برق استحصال کند بود. حالا همین معلومات همین قدر شد یا کمتر شد یا زیادتر شد، من این معلومات را در دست ندارم. ولی
سال 2020 برق تاجیک از دولت 26 میلیارد سامانی قرضدار شد. در اینجا سوال به وجود می آید که چرا قرضدار شد؟ از کی قرضدار شد؟ برای چی قرضدار شد؟ ما در اینجا حاضر گفته میگذاریم پس نرخی که از سال 2008 چخیل بالا شده آمد. از این چند میلیاردش را شما حاضر گفتید نگفتید من نفهمده ماندم. حکومت گذشت کرد. بله به برق تاجیک گفتم، لیکن این هست در برنامه های پیشتر گفته بودیم. گفته بودیم بسیار نه. چرا گذشت میکنه؟ بر جای گذشت کردن تفتیشات بردن در کار. باید چخیلی که گفتید گزارش دهند در 3 ماه، در 6 ماه، در 1 سال. یعنی سبب های به قرض گرفتار شدن شرکت برق معین کرده شود. همین معین کرده شود. آخر این تا که ملت قرضدار می شود؟ این قرض ملت است آخر. چرا؟ این سری دولتی است و یا غارت دولت است. چرا تا امروز یگان نفر به جوابگری کشیده نشد؟ پروکورور گنرالی چرا دست به کار نمیگیرد؟ تو ارزش برق شرکت تالکو بالا برده نشود، با این 7 درم پرداخت آنها شرکت یعنی برق تاجیک از برق خلاصی راه خلاصی نمییابد. از قرض باید انا همین پرداخت شرکت تالکو را حکومت جمهوری حتما زود فوری بررسی نماید. یعنی چون برق شرکت تالکو آلومینی تاجیک وظیفه دار کرده شود تمام قرض از پیشگاه برق تاجیک را پرداخت کند. اول پرداخت کند، پس به مانند دیگرها سال بلندتر ارزش را پرداخت کند. امروز 7 درم اقلا برابر اهالی پرداخت کند. بله. این شرکت ها نسبت اهالی قیمت زیاد. اگر من همین سوالتان جواب میدم. شرکت در تاجیکستان وجود دارد، این هم باشد شرکت تالکو است که 3/1 حصه نرخ مردم پرداخت میکند. نرخ مردم. انا همین گفتگوتان باز علاوه میکنم. شرکت تالکو 7 درم پرداخت میکند. دیگر کارخانه ها 45 تا 50 درم پرداخت میکند. این فرقش نهایت کلان. ما نمیگیم همینقدر پرداخت کند. اگر شرکت تالکو برای دولت برای ملت ضرور باشد اقلا 25 درم یا اینکه 22 از 166 درم کنند. بله. در 1.5 سال برق تاجیک را پلات حساب دیده برآمد. در سال 2018 در 1 سال 2 میلیارد و 402 میلیون سامانی و در طول 6 ماه سال 2019 811.9 میلیون سامانی قرض این شرکت افزود. یعنی در 1.5 سال 3 میلیارد و 213.9 میلیون سامانی شرکت برق تاجیک از دولت باز قرضدار شد. هیچ کس نمیپرسد. حتی از بودجه 1 ساله تاجیکستان هم زیاد. انا همینجا یک چیز اعلام میکنم چون که در پیشنهاد ممکن از خاطرم فراموش نشود. همین شرکت برق تاجیک را به مانند دیگر دولت ها تقسیم کرده شود. چگونه تقسیم کرده شود؟ برای آنکه اگر شرکت برق تاجیک را تقسیم نکنند
این خودش یعنی مونوپول کرده گرفته است. چخیل خواهد همون خیل کار میکند. برای همین من پیشنهاد می نمودم ممکن باز در آنجا از ما زیادتر دانشمندا هستند، متخصص ها هستند، همین برق تامین کننده شه یا به منطقه ها تقسیم کنند یا گیس های جدا کنند. مثال گیس نارک علاوه شود. این خیلی نمی شود که شرکت های داوطلب به میان بیایند یک برای فروش برق یک تندر اعلان شود، مثلا کیفیت بلند به دولت. درست. من در اینجا پیشنهاد می نمایم که به مانند بدخشان کوهی، البته بدخشان کوهی ولایت اتونومی خیلی خرد است، اقتدار ویش هم کم هست، لیکن من پیشنهاد می نمودم که همین ولایت سوخت هم یعنی علاوه یک شرکت تامین برق داشته باشد. من باز در پیشنهادها شوکت جان میگویم چیکارها باید در ولایت سوخت و در تاجیکستان چه باید ها پیشنهاد دارم. انتون نگاه کنید، از سال 2008 تا سال 2019 در طول 11 سال شوکت جان 9 مراتب برق قیمت شد. 9 مراتب برق قیمت شد. از 4.8 درم به 22.66 درم رسید آمد. حالی هم برق تاجیک قرضدار. به آن شخصانی که میگویند که تاجیکستان از همه جا برق را کم یعنی نرخش پس میگویند، با آنها جواب میدهم برادران عزیز، خواهران عزیز، شما نرخ برق را هم به اینابت گیرید و ماهانه مردم نفقه مردم را به حساب گیرید. 35 دلار نفقه دارد، چخیل پرداخت میکند؟ شما این طرفش حساب بگیرید. اناکنون پس از طلب بانک جهانی شوکت جان سال 2020 باید 345 درم قیمت میشد. شکر میکنیم که با فرمان پرزیدنت این نشد، لیکن سال 21 390 درم، سال 22 240 درم، سال 26 23 256 درم، سال 24 280 درم باید بالا رود. در عموم گفته گذاشتیم باز تکرار می شود 37 درم باید مردم پرداخت کنند. ولی اوید تامین نمودن اهالی یک چند پیشنهاد ها دارم. اگر فرصت دید یک بار گفته گذارم. پس یکم به شرایط اقتصادی مردم، به شرایط سانیتری اپیدمیولوژی مردم، به شرایط این کسلی جهانی کرونا ویروس من پیشنهاد می نمودم که و در طول 30 سال خدمت این مردم بیچاره را به نظر گرفته در فصل سرما، میلش دیگر فصل ها چکار کنن، در فصل سرما مردم را اول از همین نیروی برق خود تامین کنند، پس بقیهش را فروشن. من شما میدانید، دیگرها میدانند، در یک مملکت کوچک اروپا زندگانی میکنم. آنها نه گاز طبیعی دارند شوکت جان، نه برق دارند، لیکن نه نفت نه گاز، دیگر هیچی ندارند، هیچ چیزی ندارند. لیکن از همین روسیه، شویتسیا، بعضا از بلاروسیا امروز مناسبتش ویران شده است، ممکن خریداست یا نمیدانم، خریده با برق با گاز طبیعی ملت را، مردم را تامین میکنند.
سالهای می شود که گاز طبیعی رو، گاز مایع رو از شتات‌های متحده آمریکا میبرن. شوکت جان، از شتات‌های متحده آمریکا. شتات‌های متحده آمریکا در کجا رفته است؟ لیکن گاز طبیعی در ازبکستان در همسایگی ما رفته است. چرا ما همون کار کرده استاده گاز را نیست کردیم؟ سیستم های گازدهی را نیست کردیم. این مسئله البته دیگر من در این باره باز به شما آینده معلومات پیشنهاد میکنم. ارزش نیروی برق تلکا را گفته گذاشتیم. و اون شخصانی که و شرکت هایی که برق را به میلان به برکش استفاده برده پرداخت نمی کنید یا که نظارتچی را می خرید و کمک پاره داده برق را تا خواستتان استفاده می برید، اولا خواهش می کنم این کار را نکنید. ثانیاً از پرکرور گنرالی طلب می کنم که عاید چنین جنایتکاران جزای سخت داده شود. حالا ببینید چندین سال است مسئله برق یک مسئله مشکلزا شده است و پرابلم جدی در تاجیکستان است و اهالی کشور هر سال بی برق میمانند. اما باری هم نشده است که پرکراتوری گنرالی که اجرای قانون را باید نظارت کند که قانون اجرا شده ایستاده است یا نه، حق مردم اجرا شده ایستاده است یا نه، داده شده ایستاده است یا نه، باید این را نظارت کند. از خود بی‌مسئولیتی نشان میدهد. باری هم نشده است که یک مرتبه بگوید که شرکت برق تاجیک بیا گزارش ده به من، یا که شده باشد که از بالای شرکت برق تاجیک یک پرونده باز کرده باشد پرکراتوری گنرالی و به دادگاه کشیده باشد. درست، بسیار نازگفته. من باز یک چیز دیگر به خاطرم آمد شوکت جان، همین را خاطر رسان می نمایم. کدام سال انتخاباتی بود؟ این همین سالهای یا 95 یا 2000 استلبه های از خوجند تا تبشر بودگی استلبه های الکتریکی آهنین کلان کلان هست. همین کنده از اسفره تا قرغستان شناندن که ما از قرغستان به تاجیکستان برق میگیریم، انا برق حل می شود، حکومت کار کرد استاده است و ها کذاها. یعنی انتخاب کننده های ما چه کار کردیم؟ فریب دادیم. بله. لیکن امروز ما از قرغستان نه، برعکس خدا مانده برق نیست، برعکس حاضر قرغستان داده استاده. چرا ملت را عذاب میدهیم؟ خواهش میکنم ملت را عذاب ندهید. فرانسال شوید ثانی قدر انسان به میرسید. انسان این عالی‌ترین جزء است. دیگر من برای ولایت سوخت باز 4 پیشنهاد دیگر دارم. در بالا آب دریای زرافشان نیروگاه، البته نیروگاه کلان نه در آنجا نیروگاه ساخته، هم برق هم یک قسمی آب دریای زرافشان را به طرف دیوشتیچ انتقال داده. در ناحیه دیوشتیچ یک چند آبانبارها، یک چند نیروی برقی میده ساخته به استفاده داده شود. ببینید دریای زرافشان در آن طرف عقبه شهرستان است. شهرستان و دیوشتیچ هست که پیشاب دریا بسته شود و آب رو به این طرف به اینجا انتقال داده شود. این لایحه پیشنهاد من نه، این لایحه دوره شوروی در 1327 خدا رحمت کند جاشان جنت شود رفعت حاجیوف پیشنهاد کرده بودند، ولی افسوس که
شورا مملکت شورا برهم خورد، این مانده رفت. من باز در آخر حکومت ولایت به سخن میکنم. یعنی در شهر خوجند ساختن نقطه برقی گرمدهی ساخته به استفاده داده شود. چرا؟ برای آنکه ممکن این لاحیه در ولایت یا اینکه در شهر خوجند هست، در قسم شرق، در قسم غربی ساحل راست شهر خوجند یک نقطه گرمدهی خیلی کلان بود. انا در همان جا انا همین نقطه را باید می ساختن، نقطه برقی گرمدهی. همین یک نقطه برقی گرمدهی اگر در طول 20 سال در طول 10 سال می ساختن، بجای اکن مجبور شدم میگویم، بجای همین جشن نوروزی سال گذشته بود که شوکت جان، بجای جشن نوروزی سال گذشته و جشن همین ساله همین نقطه برقی گرمدهی بود میشد. یعنی به ملت که به آن صرف شد به عید نوروز همون مقدار همین بود میشد. اکنون به ملت، به حکومت کدامش بهتر بود؟ امروز شهر خوجند به برق و گرمی تامین باشد یا یک روز سال 2000 یک روز سال 2001 جشن کند؟ به فکر بنده این بهتر بود. در قسم دیگر پیشنهاد، در قسم جنوبی کوه مغول مرکز برقی آفتابی، یعنی بطریه های برقی جابجا کرده شود. مرکز خواه حکومت خواه یگان صاحب کار در اینجا میگذارند. در دولتی که من زندگانی میکنم امروز همین کار صاحب کارا ساخت. بله، صاحب کارا ساخته برق را استحصال کرده حکومت به دست است. باز این هم هست که با مردم صاحب کارا یعنی شرکت ها پیشنهاد میکنن که ما به شما مرکز برقدهی آفتابی ساخته بدهیم، شما میتوانید در بهار به همسایه هایتان برق بفروشید. حتی حجتش رو شرکت ها حجتش رو آماده کرده، تصدیقی حکومت رو گرفته و به دست تا بدهند. حد درست. انا کن همین جنده این همین متخصصای چینی گفته استاده است که آنها چون که 10 سال پیش آغاز کردن شوکت جان در چین، بله. سال از سال خرج کم استحصال زیاد شده استاده است، چون که هر سال علاوه میکنن، هر سال زیاد میشود، علاوه میشود، زیاد میشود. دیگر در تاجیکستان شمالی گنراتورهای شمالی بادی میگویم تجربه خودتون که استاد علوم جغرافی هستید، همین مسئله آیا ساختن برقدهی های یعنی تکنیک های برقدهی شمالی در تاجیکستان موافقت میکند؟ حاضر همونه من میگم شما گوش کنید. گنراتورهای شمالی برقدهی تجربه‌ای گذرانده شود. برای چی من تجربه رو علاوه کردم؟ برای آنکه در وادی فرغانه از طرف بیگواد، از طرف مسکو شمالهای سخت میبیاد. همین شمالها به داشت داده میتواند، یعنی برای همین تجربه گذراندن در کار که در کجا مانیم که آسیب نمیبینه، در کجا مانیم که آسیب نمیبینه. و در آخر به مسئولان حکومت ولایت سوخت و شهر خوجند
اگر انا همین 4-5 پیشنهاد مرا در جلسه های وکیلان خلقی، مجلس ولایتی، مجلس شهری دیده می برآمدید، یگان از همین پیشنهادها قبول می کردید، این به منفعت ملت است. در آخر همه آباد باشد، شاد و خرم باشد. سلامت باشید. حالا من از رفت صحبت شما چند سوال در من به میان آمد، میخوام از شما بپرسم. در تاجیکستان بعضی بهانه های پیش میبرند، میگن که به خاطر در سرگاه آب خنوکی سخت به میان آمدن و یخ کردن آب کم شد و ما برق دادن نمیتوانیم. همین تا چه اندازه واقعیت دارد همین بهانه؟ همین من البته از تاجیکستان دور قریب که 7 سال است زندگانی میکنم. البته شرایط اقلیمی تاجیکستان در فصل تابستان اول برف ها، پس پریخ ها آب می شوند. همین آب را جمع کنند اگر کفایه است. در فصل زمستان هم دریا خوش نمی شود، با مقدار معین آمده می استد، لیکن به مانند فصل تابستان پریخ در فصل زمستان آب نمی شود. لیکن در همینجا رئیس جمهور خودش گفته ایستاده است که به جهان پریخ های ما تیز آب شده ایستاده است. تیز آب شده ایستاده است. باید پیش این راه را گیریم. دمک از اینجا معلوم می شود که پریخ ها آب شده ایستاده است. پس همین آبانبار راغون، آبانبار نارک نه تنها به استحصال برق ضروری تامین است، بلکه به آبیاری جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان کفایگی میکنند. ولی در همینجا باز یک چیز دیگر را علاوه میکنم. البته امروز ممکن با مقدار کم جمهوری ترکمنستان و ازبکستان آب تاجیکستان را پرداخت کرده ایستاده باشند. این خوب است، لیکن همین پرداخت تا یک معیار معین برده رسانده شود، به پول همین آب هم از ترکمنستان هم از ازبکستان گاز طبیعی گرفته به اهالی داده شود. مرحمت دیگه سوال. ولی تشکر. حالا فکر میکنم بجز من نیست دیگه تماشابینان ما از شما از صحبت شما میخواهند بهره گیرند و شما میخواهند چند سوال بدهند یا که فکرهای ملاحظه های خودشان را بگویند. اگر شما خودتان مساعد باشید و وقت داشته باشید، فرصت داشته باشید، من مساعد وقت دارم. بهره اگر از سخنهای من برای ملت فایده باشد، من انتظار هستم که ساعتها بشینم. تشکر. زنده باشید. سنگلی بفرمایید. الو سنگلی، میکروفونتون را فعال کنید و بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلمان سلطان شما. سنگلی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. صدا اومده است؟ صداتون هست، بفرمایید. گپ درانی بوره برق می رود. بله. ما 30 ساله که همی خیلی به برقیم. همی زمستون می شود برقم نو میکشند، ساعتکی میکنند. دوام 30 سال همی خیلی خیلی سال دادن، بعد با سرش کردن همی خیلی. آمده انتخابات پریزیدنتی بود؟
یک مردم رو خرسند کردن؟ بله بله. اگر یادتون باشد در همین دوره سیوز یک کینو میشید به نام توجیک فیلم بود به نام قریشقنبه. بله. اگر دیدگی باشین همین قریشقنبه حاضر در همون توجیکستان هم و یا نه از قرد سر میکنن، نه از پول سر میکنن، نه از قند سر میکنن. همون امام علی حاضر همون خیلی رنگ هم قریشقنبه شدگی از هیچ او سروی نداره. این قسم و مال چی را چکو میکنه کجا میکنه فقط همین فن میکنه او کمای او نیسته. مردم همین دوام 30 سال همین خیلی فن که فریب که گشته. درست. تشکر به شما برادر عزیز سنگالی. حالا برادر سلمان سلطانزاده رو به برنامه خوش آمدید میگوییم. برادر عزیز السلام علیکم و سخن به شما. السلام علیکم. شوکت جان شما نازم درست به سلامتون نتیجه ببینم حاجی بابا هم بودن. سلام علیکم حاجی بابا. از دیدن شما خیلی شاد هستیم. ما هم خیر. اگر شوکت جان میبخشید از فرصت استفاده بردم حاجی بابا یا برای زادروزشون که تبریک میکنم یا برای در همینجا. بفرمایید. حاجی بابا یک روز به زادروزتون بود خطا نکنم. همین راستی که بسیار خرسند شدیم عکساتون پر همه جا هم شما یاد کرد هم شما در حقتون سخنای نیک گفت. واقعا شما برین یک هموطن، شما برین یک پیری کار، شما برین یک معلم داشتن یک فخر است برای هر یک کس. خدا میگیم که خدا عمرتون دراز کنه و سری ما با همیشه سایبان و دعاگوی باشه. با سبب شما من هم از تمام آن شخصانی که ما را تبریک و تهنیت گفتند و آن ملتی که داریم، آن مردمی که داریم، و همه آنها از خداوند متعال میپرسند که سعادتمند، سربلند، خانه آباد، زندگی ارزنده داشته باشند. آمین آمین. سلامت باشید. اکنون گذاریم با موضوع. اکوی شوکت جان راستی که ما موضوع خیلی در چی خبردار شدم که درباره کدام یک افسانه بوده است. افسانه برق. خیلی ما کم در فکر کردم که همین چی گفت خودش در تاجیکستان یک کسلی باشد می یک ویروس باشد می. چند روز است دوستای هم در همین فیسبوک سوال می نویسن که در کدام ناحیه که برق نباشد میگوید که تعمیر است. اون نخود در همون افغانستانی که جنگ زده نخود تعمیر نشود که یگان بار برق اونو کنده نمیشد. یا در قرقیزستان یا همون قرقیزستانی که برابر خدا ما همه نیروگاه و چیا در زمان سویز ساخته شده باشد ما هم در زمان سویز ساخته شده است. نو ساخته شده باشد در ما آنها هم نو ساخته شدن. آنها از برق تنقیصی کشن از تاجیکستان میگیرن اما تاجیکستان یا ویران است یا تعمیر طلب است یا آبش خشک میشد یا باران نمیبارد. خلاص بهانه بسیار. یا آفتاب هوا گرم میشود یا پیریخ بالاش خاک زیر میکند نمیدونم هزار یک بهانه ده. همین قدر بسیار است که بهانه سر و نوگش گم. با دین کدام روز یک دوست دیگر نوشته است که موسم دروغگویی یا سخنگوی برق تاجیک کی بود یا نازی جان یا انما موسمش سر شد گفته. یک پستی که مونده افسانه بافی ناظر جان یادگاری سر شد. بله بله بله. و مردک واقعا آخه عیب در وی هم نیست. همه میدانیم که عیب در همون از راهبریت کشور است. یک کیلووات برق تاجیک به اجازت شخص یکم به اجازت راهبریت نه به چپ میرود نه به راست میرود. بله این همه خوب رو میدانیم. این ما اینجا نباید گناهکار کنیم. مثال سخنگوی برق تاجیک، کارمندان برق تاجیک، الکتریسیته در ناحیه ها در محل ها
گوییم که میفروشند و این میکنند. بیچاره برای چی گپ بشنود اینقدر از مردم؟ بله ما همین راست گپ است. اوبانبور ساحلی اوبانبور میرود میگوید که من بینید آب کم شده است برای همین خاطر. بعد از پشت این گپ بشنود همه میدونند که آخر وقتی آب خوششوی نیست. راست گپ من خیش تبارم در برق تاجیک ناحیه کار میکنم. بعد میگوید که تعمیر شده ایستاده است. بیچاره ها هست که هیچ گناه ندارم. من همینجا حاضر گویا که دفاع میکنم از اونها، از کارمندان ناحیوی برق تاجیک. علل خصوص مثلا همین در ناحیه ظفرآباد، دیگر ناحیه هم همین خیلی آنها دزدی نمیکنن. اون چیزی که نیست از کجا یافتن آن را مجبور میکنن که مثلا همین برای ناحیه فرزن گیریم اگر با این خیلش گردانی مردمی کرده دهقانی کرده 1000 کیلو برق در کار برای ناحیه، برای نرم ناحیه 1000 کیلو. لیکن میگوید به شما منی 100 کیلو برق، همین 100 کیلو که مسئله حل کن تو ما به جلب نرسد. انا که اینا ببینید این 100 کیلو به کجا میرود. درست است که بانیسر میتیان، حکومت میتیان، شعبه کارهای داخلی مثل اداره های میتیان، وزارت از پشتر میتیان، این قابل قبول است. اما وقتی که میبینی از بانیسه و از پروکراتور یا از من دیگر نقطه های مهم زندگی برای حیات جامعه برقا لینه های سفید کشیده شده از زیر پای ابالای آسمان، ابالای هفتم آسمان و به خانه منصبدارا. بله. لینی آزاد گفته که گپ هست در تاجیکستان، لینی آزاد. بله. حالا اینش هم مایلش. حالا ببینید سال نو می شود برق نیست، مثلا تا روزی سال نو تا رفع سال نو برق نیست، اونجا آبها یخ کردگی دیگه و هاکازاها. یکی در شب روزی سال نو همین آقای پوتین چی میگوید چی میماند که برق پیدا می شود در تاجیکستان. همین برق ها در قبچه ها جمع کرده می شوند، در یگان فلک های و در یگان ستیل ها جمع کرده مخصوص برای سال نو ذخیره کرده می شوند. چی خیل کرده می شوند که یکی در سال نو یکی برق پیدا می شود. او برقی که در سال نو میتن او خیر زکات حکومت بر سر مردم است، خیر میکند، زکاتش میتن. دیگر وقت یک لوح میفروشد، شب سال نو مردم میتن، مردم خرسند شب سال نو برق بود که دیگر چی وای پرابلم تاجیکستان آباد. یک روز سرافشان رفتم قطعه خیشم عین وقتی زمستان به برقی یک مغازین در اومدیم که اکواریوم ایستاده، در این اکواریوم ماهی ها شنا کرده است، برقش است. همین در این اکواریوم من گفتم انا همین ماهی هایی که در این اکواریوم است حقوق همین ها رعایت شده است نسبت به حقوق انسانی همین شهروندان تاجیکستان. بله. یعنی که اون ماهیچه ها و برق یافته داده صاحب مغازین چون که تجارت دارد خیلی وظیفه‌اش اجرا کرده است، صاحب ماهی است. اگر برق ندهد ماهی میمیرد. یعنی تاجیکستان صاحب میداشت، مردمش صاحب میداشت، راهبر میداشت، اما برق به مردمش میداد که من صاحب شما هستم، من برق شما رو باید تامین کنم، نه لیوی پراوی نفروشم، شما رو تیم. باور کنید همین بود من میگردم مامی به ظفرآباد، بیچاره ظفرآباد میرزاچل به نامش باید که رحمانچل مونیم. همین نه زمستان برق میبیند، نه بهار برق میبیند، نه تابستان آب میبیند، نه آب میبیند. حسابی برق آبش هم نیست. آب بیادگر میفروشن با عجایب، از تور میزنن، از پود میزنن، از سر میزنن، از نوک میزنن. حیران میشه مردم این چی گپ است این خودش بتم. خیلی همش توکلش به خدا، رحمت توکلش به خدا. لیکن این برق واقعا تاجیکستان برق دارد، برق ندارد نه. ما اقتدار استحصال برق داریم، استحصال هم میکنیم، لیکن برق فروخته میشود. این را تاجیکستان نگفت، این را قرقیزستان روز هفته گذشته باید 2 هفته پیش شاید گفت که ما برقامو کم شد، آبامو مینیموم با آمدن در آبانبار. در همین شب و روز کلیگه های همکارای تاجیکی ما با ما زنگ زدن و برق خود را پیشنهاد کردن.
و ما قبول کردیم. یعنی برق اینجا مردم رزبار دارد یا دیگر گردن بروی و تیرپرانی دارن، برق تاجیک تلفن کرده و یک قرقیز میگه که ما به شما برق میدیم. این یک طرفی مسئله. دیگر طرفی مسئله افغانستان هم اعلام کرد که ما قرضدار شدیم از تاجیکستان و از پول برقش دادن از افغانستان، از دیگر کشورها خواهش کرد، از دیگر فوندها خواهش کرد که کمک کنید ما پول برق تاجیکستان تیم تو تاجیکستان ما برق کنده نکنه داده است. خب اونم پول ندادن یا پول نیافتن، چیکار کرد حکومت نوی افغانستان؟ طالبان گفت که چیز آشکار گفت، حکومت طالبان گفت اون مسئولانی که گریختن برفتن از افغانستان فساد کردن، جگر کردن، خلاص فرار کردن، مال ملکشون میفروشیم با پولش تاجیکستان رو میتیم، یعنی برای برق. بله. یعنی آنها اطمینان کامل دارند که تاجیکستان برق دارد. اون چیزی که حاضر گفتید که سال نو یک بار پیدا میشه، اون برق تاجیکستان همه وقت هست، فقط پول در کار. ملاجرینگ کی ملاجرینگ تیاد انقدرش دلار کی دلار تیاد روی دلار سیاه اون طرف برق دادن میگیره. موحیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبر پیمان ملی تاجیکستان در یک برآمدشون گفتند که میدونید برای چی حکومت تاجیکستان با مردم خودش برق رو نمیفروشد و به خارجه میفروشد؟ برای اون که پولی که برقی که به خارجه میفروشد مبلغش به تاجیکستان نمیباید، بلکه به حساب‌های آفشوری حکومتداران نیخترش رهبریت کشور و یا اهل اویله اش میرود. برای خودی رهبریت کشور حواسمند بر این نیست که به مردم برق داده شود. بله، وقتی که به مردم برق میتید در داخل به خارج برق فروخته ایستاده این علاقه نشانگری اون است که تو از خودت زیاد کرده ایستاده است، برای همین به خارج میفروشی. بله، همین مضمون رو دارد. لیکن این گویی که میبیند پدر در خانهش در دسترخوانش یک تا نان است، چهاریکش نگاه میدارد برای 5 تا فرزندش، لیکن 4-3 حصهش میبرد میفروشد. این با منطق تو درست نمیگیرد، لیکن واقعیت ما همین است. حاجی با چیزی گفتنی بودم. نه تشکر. من خرسند شدم از گفتهای شما، خرسند شدم. تشکر. ولی همین یک سخن شما به من معقول آمد. کدام سخنتان؟ شما گفتید که در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان یعنی انداز مردم میمورد شرکت برق تاجیک و قرقیزستان پیشنهاد کرده است. من فکر میکردم که قرقیزستان التماس کرده. نه اینها پیشنهاد کرده باشند این غیر انسانی، غیر شعورانه میحساب. این سبب پیشنهاد کردگیش همین شد که حاجی بابا افغانستان مبلغ پرداخت کردن نتوانست. حکومت نوی طالبان مبلغی که اول پرداخت کرده میشد و تاجیکستان پرداخت کردن نتوانست. تاجیکستان تا این روز برق میفروختگیش باید یگان جای دیگر فروشد، به او پول در کار است. و اینا چی میگه اقتصادی دیدن در کار. بله، حالا یک زنگ از واتساپ آماده شده است. بله گفتم با صحبت رو دوام بدیم. الو، صحبت میرسه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امین حاجی بابا بسیار انالیز درست کردن. من صدایتان بسیار کنده میوید. اما تالکو بله، الومینیوم زبور برای تاجیکستان یگان فایده نمیگیرد و همه چیز میگیرد برای کیسه اویله، برای همون همه کار میکنن و برای همون الومینیوم زبور فرق میکنه. وقت اولای اولی 2000 آن طور 2000 یک سطحی کانون درباره برق بودی نوشته بودن که اگر همون برق الومینیوم زبور به نتیان مردم اندچیان در اومده
دورتر می شود. برای همون اون الومینیوم زواد تو هست مردم تاجیکستان و یگون اگر حساب کنید یگون فایده نمی‌گیرد. ضرر فقط منفعت اولا. برای همون در فکر مردم این حکومتداران نمی‌شود. باید تیم که چیزی خود چیزی دولت یک کاردگی چیزی در همون دولت می‌گوید این شخصی ولی آید که جمعیت از کیسه شخصی خود صدا خیلی حکومت دارای ما همون خیلی فقط فکر شخصی خود داره. برخ مردم برخ نیست برای یکون اهمیت نداره. بله فکر مردم به برخی زندگی کردن دوامش هم میکنن. خط علاقه وجود دارد که صدایتان کنده کنده می آید و چند از جمله هایتان را به زور گفته چی ها به زور قاپیده گرفته. رحمت علاقه همون زنده باشید. تشکر. من اگر خطا نکنم اینا درباره پیشنهاد قاضی استاد حاجی اکبر تورا جانزاده رو نقل کردن. بله. که چند سال پیش حالا پیشنهاد کرده بودن که حاجی اکبر تورا جانزاده تالکارای اون وقت چی میگفتیم فروخته پرداخته شود تمام. نه شرکت الومینیوم نه بله او را باید که به روسیه فروخته شود. روسیه در تاجیکستان سنگتوده را می ساخت همون سال زمان یا ساخته شده بود خطا نکنم. یعنی که اونها گفتن که اینجا اسلام کریموف اون وقت دیکتاتور یک دیگر رحمانوف آتش گفته بود که فقط همین این به اکولوژی ضرر دارد و زیدش میبرامد. لیکن اینجا قاضی پیشنهاد کردن که با یک تیر چند فاخته که میزدن. وقتی گفتن اگر با برق الومینی تاجیکا با روسیه فروشیم یعنی درآمد ولی کلان میشد که با میتوانیم در دیگر جا سرمایه گذاری کنیم در ساحه انرژتیک. زواد الومینی که در تاریخش در تاریخ استقلال تاجیکستان در مدت 30 سال یگان سال در گزارشش فایده آورم به تاجیکستان نگفته است. نه عموما او یگان انداز از انداز قرضدار دویم قرضدار یگان بار فایده آورده است. بله با او انسانی که او را کساد کرد و با فساد با هزار بلا گرفتار کرد حاضر وزیر صنعت است. بله این خیلی موضوع علاهیده و اگرچه با همین برق وابسته باشد. یعنی اونجا پیشنهاد حاجی اکبر تورا جانزاده همین بود که برق الومینیوم به روسیه فروشد با همین دهان کریم فهم بسته می شود. سنگتوده را که روسیه خودش ساخته ایستاده است مرده الومینیوم را با برقش تعمیم میکنه تا چی بمون چی میگوید وانه هاش میگوید یا بیاش از کار نماند به برق نماند زواد. تاجیکستان همچون اندازش گرفته میستاد یعنی درآمد صاف دیده میستاد تاجیکستان. بله اما اینها گرفتن مردم کشور تصور کرده نمیتونن که این شرکت الومینی گفتن به دهان آسان است. بله. این یک شرکتی است که کلانترین گیسی تاجیکستان یعنی نیروگاهی برق آبی تاجیکستان نورک را خطا نکنم قریب نیمش را همین کارخانه الومینی استفاده میبرد. نیمش را مردم نیمش به تمام تاجیکستان و نیمش تنها به فکرم 40% بود اگر خطا نکنم. اگر راستی گفت چند درصد نمیدونم اما ما فکر میکنم که برق بسیاری تاجیکستان به همون شرکت داده میشود. اما استحصال کرده نورک رو زواد الومینی استفاده میکنند. بخشش نفهمیدم. کی؟ با من می؟ بله. تماشابینان محترم، زواد در هر کجا نباشد زواد الومین براری این زوادی است که قوه برق را خیلی زیاد طلب میکند.
در همون وقت مملکت شورا بود. برق در تاجیکستان بود ولی اشیای خام نبود. اشیای خام را می آوردند، کار میکردند تا 480 تا 500 هزار تن میلیون تن مازی من از یادم میبرد استحصال میکردند. در همون وقت پس از شورای هم کمتر کار کرد. 40% درآمد محصولات مجموعی داخلی تاجیکستان را میداد. در آن وقت درآمد نبود. لیکن خیلی که سلمان جان گفتن بعد از چند سال شوکت جان شما هم گفتید ضرر دید. چه ضرر دید؟ برای آنکه آنها اشیای خام را آورده به جای 1 سم 2 سم به جای 1 سم 3 سم نرخ مانده در هر 1 تن الومینی $100 قرضدار شد. در هر 1 تنش. برای همین برای تاجیکستان امروز هم آینده هم البته پیشگویی کردن نمیتونیم این زواد برای من شما درآمد دادنش خیلی محال است. بله. حالا اینجا یک سوال دیگر به میون میباید. نسیم جان دولت و برادران رؤوف و سمیع خوش آمدید. حالا به شما هم سخن بدیم. اینجا یک سوال به میون میباید. شرکت برق تاجیک قرضدار حالا 3 میلیارد گفتید. شرکت تالکو همین سال 2020 390 میلیون سومونی قرضدار بود است. تنها از شرکت برق تاجیک 390 میلیون سومون قرضدار است و بزرگترین قرضدار از شرکت تالکو از شرکت برق تاجیک است. حالا ببینید این دو قرضداران این دو قرضداران بزرگ که دولت یک قرض اینش رو میبخشد یک قرض اینش رو میبخشد. در نتیجه چی به میون میباید؟ در نتیجه این قرضداری کلان زورگو زواد الومینی قوه برقی که استعمال کرده است پرداخت نمی کند. شرکت برق تاجیک از استحصالگران برق قرضدار میماند. در این میان مردم به برق تامین نمی شوند. اما این دو قرضداران بزرگ یک قرض اینش رو حکومت میبخشد، دیگر سال دیگر قرض اینش رو حکومت میبخشد. در این میان چی به میان میباید؟ شهروندان تاجیکستان در این میان 2 مراتب پول برق میسپارند. چه خیل؟ یک بار همونه که از روی شاتچیکشان نویستند و به قوه برق سپاریدند. دویم مراتب همونه که از حساب بودجه رو مردم پرداخت کرده است. از حساب بودجه قرض اینها بخشیده شد. یعنی مردم یک استفاده قوه برق را 2 مراتب میسپارد. این دوزها دایم قرضدار میمونند، دایم فایده نمیبینند. 30 سال است یک بار شرکت برق تاجیک با فایده درآمده است نگفتند، یا که شرکت تالکو فایده دیده است نگفتند. بزرگترین یک شرکت کلان تاجیکستان که باید فایده بیند، از وی دولت، حکومت، ملت فایده بیند، هیچ فایده نیست، فقط ضرر، فقط بخشیدن قرض ها. یعنی مردم امروز مثل یک گاو جوشو است، هم پول برق را میدهد هم قرض اینها را. روشنی میاندازم مایلش می اینها میگیرند با برزم اینها میگیرند برق را از دست مردم میگیرند. به مردمی که اینها را از قرضشان نجات میدهد، به مردمی که با پول مهاجرتش یگان جای کار ندارند، با پول مهاجرتش پول برق را میدهد، اندازش را میدهد. اینها این مردم را از برق، از تامین برق محروم میکنند و برق را به خارج ها میفروشند. یک معلومات به روشن اندازم مایلش می؟ مایلش بفرمایید.
همین ممکن نفهمیده گفتید 3 میلیارد، این 3 میلیارد و 213 میلیون سامانی در 1.5 سال است از روی معلومات پلات حساب. یک سال 2018 نیم سال 2019 در عموم برق تاجیک 26 میلیارد سامانی قرضدار است. چقدر؟ 26 میلیارد سامانی. این 3 میلیارد و 213 میلیون در 1.5 سال، سال 2018 6 ماه 2019 این از روی معلومات پلات حساب. بله درست. حالا نسیم جان دولتوف بفرمایید. نسیم دولتوف هستید؟ سلام علیکم اکای شوکت جان. خب سلام و درود خدمت با تمام تماشاگران شما میرسانم. این بود من در وطن هستم، در داخل تاجیکستان. بله. و چی گفتنی هستم، ما امروز نه فقط کمبودی برق داریم، کمبودی آب داریم، کمبودی روغن داریم که روغن خود تاجیکستان روغن استحصال میکند، اما یک 5 لیتر روغن در بازارهای شهر به 120 سومون رسیده است. باور بکنین شرم‌آور است. اگر امروز که آرد میگن که از خارجه وارد میکنیم قیمت است، یعنی در قزاقستان یا روسیه قیمت شد، این دروغ است. من نو از روسیه اومدم، در روسیه یک خلطه آرد 1200 قیمتش 1500 روبل است. 1200 روبل 1000 روبل هم آرد میخریدم. من همراه عائله هم هستم، آرد میخرم، در خانه نان میپزیم. و اینا بهانه میکنن که در قزاقستان قیمت شد آرد یا گندم قیمت شد. این دروغ است. فقط مونوپولیا. من از ولایت ختلان میشم. در همین ولایت ختلان همه چیگی تو پخته یا همه چیزی که هست در دست همین خانواده است، در دست حسن اسدالله و حاجی رحمت الله خسر بچه دیگر امام علی رحمان. همه زواد روغن و نمیدونم کنجاره یا همین چیزا در دست همین خانواده است، در دست دیگر مردم نیست. فقط همین خانواده تجارت میکند اینا را. کمبودی سر تا پا پرابلم دارد حکومت ما. با خدا قسم نه فقط خوای برق، آب که خدای رحمانов در هر برآمدش میگوید که وطن ما بهشت‌آسا است، میتوانیم که 3 حاصل بگیریم در یک سال. با کدام آب ما 3 حاصل میگیریم؟ یک آب داده نمیتونیم، یک حاصل پره گرفته نمیتونیم. اینا میدرن در اینجا رحمانov میدرد میگه که ما 3 حاصل گرفته میتونیم. آب نداریم، از کجا 3 حاصل؟ با خدا قسم سر تا پا گناه دارد این حکومت، سر تا پا پرابلم کمبودی است. هم خوای برق، هم آب، هم روغن، هم آرد. کارتوشکا هم با 4.5 سومون رسید. سبزی کو خریدش نمیتونی. باور بکنین ای بای در یک دولتی که ما دهقانا داریم، سبزی را خودمون میکاریم، پیاز از خود ما است، کارتوشکا هم خرید که از خودمون است. هر سال حکومت گزارش میتید که ما در همون انبارهای خود نمیدونم ذخیره 2 ساله داریم، فلان داریم، بیسمدان داریم. کنی اون ذخیرات. تشکر زیاد. سلامت باشید نسیم جان. حالا رؤوف بفرمایید. رؤوف هستید؟ سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشیم برادر شوکت. ولی این برادر درست قید کردن. من راستی یک چیز ایرو میشم که یک بگم که گروه البوشان در سر اختراش دیگه یا البوشو وقتی که ما اچو طلب میکنیم ما خطا میکنیم ده، برای که البوش شما یخشو میگن که ما البوشیم. مثال اولی دیگه روی راست میگن که ما البوشیم، مثال نامرد و دیگه گپا سخنا میگن، یخشو میگن که ما دوزیم. وقتی که ما با ای دوزو وقتی که ما اچو طلب میکنیم که مثال چیزای سیاسی امو وای برنامه‌شون وقتی که ما تحلیل میکنیم خطا میکنیم. یخشو میگن که ما دوزیم. شما ما رو نمیفهمین، ما دوزیم، ما هم خیلی ظلم میکنیم شما را، ما هم خیلی تجاوز میکنیم شما را، شما در سیاست ما دخالتی نکنین، ما میخوایم خیلی میکنیم. یا دیگه ادکریت اینه که روی شد گفته‌سیان یا روی شد گفته‌سیان. خب یک چیز دیگه کم برای اون برنامه چیز هست، سخنم بیرون است. من همین سال جنگ 92 گذشت، من همین را گفتنی هستم که خصوصا مخالفا یا که دیگه چیزها، بعضی مخالفا و چیزها میگن که این جنگ برادرکشی بود ده.
ما ایره جنگ برادرکشی نمی‌حسابم ده میره جنگ برادرکشی نمی‌حسابم این جنگ برادرکشی نبود این جنگ بود که بین مثال حق و باطل بود این چیزی آشکارا است این یگان کس پوشانده نمیتونه و امروز اگر گرچنده که اما باطلا که مثال سر قدرت که آمدن این معلوم میشه که در این 30 سال دولت به کجا رسیده دولت به کجا رسیده دولت به کجا برده است یعنی ها من آیا میتونه دولت بگه که در همین مابین 30 سال در مابین اقلا 1000 نفر در جای کار تامین کرده باشه آلیکای مناسب گرفته باشه که مردم عادی باشه کار کرده باشه نیست همین خیلی کارخانه ها نداره همین کارخانه بیچاره همین کارخانه رو بعضی تاجرها تشکیل میکنن همون رو هجوم میکنن یا که مثال به هر بهانه و به هر چیز رفته تحقیر کرده زندانش میکنن برای همین این روز بعد وقتی خیزش شدگی و این باطلا هستن و این باطلا تا حاضر دیگه آشکارا گفتن که ما دوزیم ما الباشیم ما هم خیلی ظلم میکنیم شما را ما هم خیلی میکنیم تا حاضر شما ما را نمیفهمیم که ما کیم دیگه هم خیلی آشکارا گفتن اما ششته حاضر هم مثال تحلیل میکنیم و بعضی مردم همین چیزا حتی نمیفهمن آخر وقتی که یک شخصیتی که خسته بگم که bayrak که نیست بود اسلام گفته خیزه آیا وار ما مسلمان نشموریم ای مجبوری ای ناچاری این دموکرات رو قبول کرده همین قانون دموکرات رو از مجبوری و قبول کرده همون شخصیت ها همون چوجوها هستن که همون چوجوهای پیشینه بگم لینین و سری قدرت هستن و این روز تو حاضر ظلم کردن پنهانی میکردن حاضر دیگه آشکارا کردن ما رو دیگه آشکارا ما رو ظلم کردن و ما تو حاضر ما یار چیزاشون کارخانه هاشون و دیگه چیشون تحلیل میکنه یا یگان جای تحلیل ندارن یا الباش دزم او شخصیت رو که تحلیل میکنه که و یا در حقیقت یک کمتر گزارش میکنن یا دولت یگان بار برای مردم گزارش داده یا یگان بار در همین چیز اما حالا تیسا میگن قور و بالا میگن بین خشون یک بگم میمون بازی میکنن تا میز گرمی هیچ که نمیدونن این مثال از ما همه شما میفهمیم که کی چند قرض داره کی چند درآمد کرد چی نیست همین کجا شد دیگه مردم عادی ده سلامت باشه برادر من میگم حالا ببینید اکثر مردم ما که به خواندن خبرها حوصله ندارند و آگاه شدن اینکه در تاجیکستان چی شده است چه رفته است حوصله ندارند و باز حکومت هم تاکید کرده باشد که با کار دولتداری چقدر نشوین دخالت نکنین با سیاست کاردار نشوین سیاست کتی کاردار شدین جزا پیش قانون جواب میده بعد مردم هم از سیاست و هم از کار دولتداری درشتر ایستادند حالا که وظیفه هر یک شهروند این است که امور دولتداری رو نظارت کرده ایستد حکومت مردمی است وقتی که دموکراتیک گفتید باید مردم نظارت کند که این خادمانش شما خادمان دولتی هستید خدمتچیان دولتی با نامشان طبق قانون خدمتچیان دولتی هستند خدمتچی دولتی یعنی خدمتچی دولتی یعنی شما خدمتگاری مردم هستید و مردم باید داند که خدمتگارش چیکار کرده ایستاده است بله حالا یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است قبول کنید داند که خدمتگارش چیکار کرده ایستاده است شما میگه کاردار نشو و این است که مردم نه قرض رو میدوند نه کی خورده ایستاده است کی برده ایستاده است کی به یغما برده ایستاده است نمیدوند زنگ واتساپ الو بهادر خوش آمدید زنگ واتساپ صدا نیست حالا بهادر بفرمایید واتساپ بهادر خواهش میکنم صبر کنید زنگ واتساپ الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من امیر شریف زاده هستم سلامت باشید خوش آمدید همه شما در امان خدا باشید امروز بسیار یک مسئله خوب شما در گرفتید یعنی که
با وای صحبت کردن در کور. من میخواستم یک سخن گویم، ممکن که خنده‌آور باشد. تاجیکستان آفتابی گل به مانند گل، به مانند پیشت خسروی ما از دست این اویله خونخوار یک تاریکستان شده است در این زمستان و در این شبای تار دراز کوهستان. بله. В средствах массовой информации очень много цифр и данных о том, что алюминиевый таджикский завод «Тадас» находится в ведении этой семьи. 70% электроэнергии, которую представляет этот завод, продают они, списывают. Поэтому людям не хватает электроэнергии, поэтому 8 часов, иногда даже 5 часов в районах, в кишлаках свет дают, а 18-16 часов не хватает никакого света. Вот вам, пожалуйста, доказательная база. Поэтому, когда в государстве никакие органы не работают, ни одни министра не могут исполнять свои обязанности, и когда президент Республики Таджикистан начинает угрожать людей, чтобы не лезли в государственные дела, то есть все заткнулись, никто не мог правду сказать. Вот так получается. Поэтому в лице одного Эмомали Рахмона и государства, и не дай Всевышний такой, знаете, взял на себя обязанности Бога, кого хочет милует, кого хочет убивает, кого хочет гнобит. Поэтому мы все, таджикистанцы, таджики, где бы ни находились, должны написать петицию в Гаагский суд, в те страны, которые его привели к власти, о том, что он абсолютно не справился с должностью президента, 30 лет мучает, уничтожает, совершает массовый геноцид таджикского народа и граждан Таджикистана. برای همینم تنها وای باید که از سر حکومت رود. در تاجیکستان تنها یک اویله اوبوش، دوز، غارتگر، آدم کش، آدم خور امامعلی رحمانوف با تمام داماداش و دختراش و کلیناش و این زنش اکا و دادراش و خیش تباراش جیاناش خطی میتوند حکمرانی کردن، زندگانی کردن. و 4000 آدمی که در حکومت کار میکنن، در سر حاکمیت و در سر وظیفه هستن، از ترسشون دهنشون شده نمیتونن. Поэтому в Таджикистане никакого будущего завтрашнего дня нет. Конституция есть, она не работает. Законы есть, она не работает. Вот. Единственное спасение Таджикистана, будущее завтрашнего дня, Фардой Таджикистан Ар-Онаски, ин Одам Хуру, Одам Кушу, ин диктатору, фашист, Астари Хокмият, Бахуби, Худаш Рават. او همه پریزیدنتی هم 3 سال است، 5 سال است، 7 سال است. این چند روزی سیاه نخواه یک عمر مردم غلام کرد دستش بگیرد که یگان انسان، یگان حقوق خودش، حقوق انسانیگری خودش حمایت کرده نتاند. برای همینم حاضر ما شما خطی سیستم در جایی که مناسبت هست، برق هست، در تاجیکستان ما بینید که برای تپک جنگ، برای یک چوب جنگ، برای یک هیزمچه جنگ مردم پولش نمیرساند. یک خلطه کمر از یک خلطه ارد زیاد شدگی. این چه روزیشو بسر مردمی تاجیکستان تا بکایه. من حاضر بینید که من بسیار یک اینسیاتیو خوب میتیم. اگر همین کار ما یا یگان کسی دیگه سر کند، اگر این اویلند را بسرشون میبود همش ترمه میکنن.
Вот единственное, можно попросить мировое сообщество и эти государства, которые СНГ находятся, чтобы каждой семье в Таджикистане подарили один, как называется он, электрический батарейку в комплексе, чтобы каждый ходжаги, хамай ходжаги, тонан аз худшон барх бароран, хамун чан киловатт-часов дар хамун ойлаошон мерад сарф кунан, бохи мондаи хамуна, чтобы могли его полностью продавать или отдавать только за деньги, для того, чтобы рассчитаться с этими солнечными батареями в комплексе, которые придут, им установят. Вот единственное сейчас спасение таджикского народа от этого. Я уже не говорю о просроченных этих лекарствах с Европы, которых людей убивают за каждый укол по 300 сом и берут. Я не говорю о том, что в каждом кишлаке, в каждом подъезде больные люди мучаются, умирают. Я ни о чем не говорю о том, что сколько в тюрьмах людей убивают, уничтожают. Но без света, без электроэнергии Таджикистана будущего нету. درست. تشکر به شما. Таджикистан... تشکر زیاد به شما. یگان چیزی دیگر ایلوه کردنی هست؟ اگر ایلوه کردنی باشد خواهش میکنم مختصر. خواهی ایلوه کنی من همین است که تمامی مردمی تاجیکستان از امام علی رحمانوف و آدم خروش نترسن، خیزن حق خودشون طلب کنن، نترسن براین که از همین سر حکمیت رود با تمام اویله دوز و غارتگر و نابود کردنش. так что مردم تاجیکستان همتون کمبغل هم باشید، پولم نداشته باشید، حقوقاتون پایدار کردن، از جایتون خیزتون با پیش حقوقای خودتون طلب کنید، این فاشیست دیکتاتور آدمخوار از سر حکومت دور کنید. تمام. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. حالا محمد اقبال صدرالدین برادر عزیز گرامیمان خوش آمدید. برادر بهادر بفرمایید. سلام علیکم برادر شوکت، برادر محمد اقبال و همه برادران. نیکی خدا همتای شماره مدارایی که همتای شهر مردن انمیره زیاد هزار رحمت که همتای مدارا میبرن با دل لبای یا خیلی من نمیدونم موجه چی قموجه چی میکنیم. باید این مینه ازات نوپوکا کو گفته همین مدار که ریشه چه بکنیم. تو ایرا نکنیم کو، تو ایرا نکنیم حالی ما ایدا بدتر میشه. حالی ما توکای ما بترسیم که جنگ میشه. خدا در وطن ما جنگ نشه. ما زید جنگم. ما تشنه عدالت ما کرد. تشنه عدالت که امروز ملت ما درجه عذاب میکنه 4 و 5 اویلق نمیگیره. در میورن کام آدم اومد شهر مردای اومدن پاسپورتاشون گرفتن دادن 4 ماه اویلقشون مونده. خدا را شکر که میگم ما پاسپورت تاجیکیم در دست زگیه. این چی بدبختی زگیه که برای پاسپورت که 4 ماه اویلقشون گرفته یک پاسپورت دادنش. خدا را شکر میگم. نیکی باید ایتال دیگه توکای ما گاب میزنیم. اگر یا سرجم شیم کو ما یک مشیم کو ما صدهای تاری ذاتی نوپاکی که برای ملت ما بدبختی آورده که صدهای تاری کلاغرسو را اوجه میکنیم. توکای 72 حالا بهادر تشکر به شما. جا همین برادر گرامی ما محمد اقبال صدرالدین وارد شده هستند. به فکرم که بیهوده نیست خیلی یگان گفتنی مخصوصی دارن که باید گفته شود. از امروز تا با فردا شاید طاقت هستم که وارد شده هستن که بشنویم. من هم به طاقت هستم که اخیران سخن اکا جان اخیران سخن ما میگه که در هم یک بخترچه یک بربر از شوا سویتا میکشن، یک همه بودی وقت سویتا موزیکا میکنن، همه را رنگ دوبای برده. نگاه که وطن بوده نه که او وطن ما در او درنش بده. میبینی درنای دوما میدروی میبینی تفلان کندگی همه جای اسفالتو کو
این دیگه یا بدبختی است. توکای یا یک بودی وقت نشان میده درنو دومورا نشون نمیده. اما کام برادر دادن تاجیکستان باشن اما سن نیتاجا برن چوردم فرامدن سپوس لدوم اندیس کریا دو هم درنوش سیون کا کنن پارتون کی او بودی وطن با بینا توکای در چیمو یو خوب میشپن اینو مردو مرد برهمان آزادی به همه خلق توجیه خدا نگهبان تو باش آقای محمد اقبال آقای شوکت به همه برادران دوستان ان شاء الله صحبت بکنید برادر عزیز. برادر عزیز محمد اقبال صدرالدین بفرمایید. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما برادر شوکت جان و بابای گرامی ما دادا جان یعقوبوف که واقعا هم خیلی شخصی نورانی و الله سایه سری این حضرت از سری ما دور نکند و خداوند همیشه نگهبانشان باشد. خیلی تحلیل های عالی و جالبی کردید از صحبت های شما و از صحبت های بابای دادا جان که واقعا هم درست و دقیق آن چیزی که باید گفته شود در مورد برق، یعنی خیلی صحبت های خوب و جالبی کردید که واقعا هیچ جایی برای علاوه و اون چیزی که در مورد باید گفته شود از نگاه یک کارشناسان، از نگاه افراد ورزیده این یعنی ملت که در مورد برق و برق نداشتن صحبت کردید که چگونه ما امکانات ها داشتیم در گذشته و یک کشوری که با چنین اقتدارهای برقی بود و آبانبارها و گیسها و خوب و های زیاد، ولی از نادرایتی یک عائله حاکم بر کشور شد، یک کرگس که آمد این ملت به پسترین حالت رسانید. از سال 2000 خدا اگر دروغم نکنه سال 2006 بود، قبل از پریزیدنتیش گفته بود که من برای شما برق میارم، نشد. یک بار تحقیق کردم 21 برآمد رحمانوف 20 بود در یک جای دیگرش علاوه به برق است، ولی خوب ما 20ش میگیم، اینه 21ش نمیگیم. 21 برنامه برآمدی مخصوصی رحمانوف که برای برق است. من برای شما برق میارم، من برای شما چنین میکنم. ما دیگر از چیزی انرژتیکی یعنی که خارج میشیم، ما از بنبستی کمیونیکاسیونی برقی کاملا کشور خارج میکنیم. یعنی که چنین صحبت های رحمانوف است که با مانند دیگر وعده هاش تا امروز وعده کرده است مردم، ولی اصلا چنانه که برق گفتگی بود که در صحبت یعنی که چند سال قبلش که به برقی برای مردم تاجیکستان افسانه می شود، ولی واقعا هم دیده ایم که دیگر کار به حد رسیده است که نمیدونن دیگه چی جواب بگن. انسان وقتی که یک گپ دروغ میگه یک بار خوب میگنش که خیلی مایلش خیلی که همین خیلی گفت، با یک بار دیگه یک بار هم گپ میگه و میگنش خیلی که با همراه علاوه کرد، ولی تکرار با تکرار یک گپ پروفیلاکتیک گفتن شنونه که شما در اول برنامه یعنی که صحبت کردید. واقعا دیگه این مردم دروغ یک بار دو بار سه بار چهار بار دیگه مردم دروغی تر باور نمیکنن. دیگه واقعیت و چهره و سیمای اصلی تو و حکومت دارید معین است. دیگه ما صحبت داشتیم چنانه که برنامه هم تقدیم کردیم در مورد ببرخی، ان شاء الله با نزدیکی باز هم برنامه دیگری ما تحلیلی در مورد همین ببرخی و اینکه تاجیکستان 8 ساعت سوید دارد و 16 ساعت برق به خارج از کشور میفروشد. یعنی ببینید که با طالب برق میتیه، طالبی که میگه کشور حکومت همه شمول تشکیل کنه، ولی مردمی مناطق 5 یعنی که از همون خمسنگیر، کلخوزآباد، قرغنتپه، مناطق ولایت سابق کولاب همین تا اومدگی به برقن، ولی سمت شمال کشور کاملا شب برق دارن. افغانستان مردمش کاملا برق دارن. یعنی ما اول چگونه به وطن خودت برق نمیتی به افغانستان برق میفروشی، در حالتی که پولش ندادایسن گفتنش که اول آینده پول برای تو میتیم، ولی برای رحمانوف مهم است که اون پول میگذرد به حسابهای آفشوری رحمانوف. دیدید که قرغیزستان تاریخ یکم قطع کرد برق به خوجند در ولایت سوخت، ولی برق به قرغیزستان داد با یک شرطنامه شفاهی، شرطنامه کتبی و مهر و پیچت شده، نه که حساب ها نوشته شده باشه دو طرف امضا کرده باشن، با یک شرطنامه تلفنی که از برق تاجیک زنگ زدن با قرغیزستان، با طرف قرغیزستان که شما با برق نیاز دارید، بله ما نیاز داریم، ما برق برای شما 30 مینوت چند دقیقه پس ما برق خوجند سوخت میکشیم، برق به قرغیزستان میتیم، ولی شما هیئتون روان کنید بیاید شرطنامه را تستر انجام بدیم.
اونا گفتن با که باشد خیر ما چند روز شما برق برای ما بتید بعد وقتی که امضا کردیم پول میگیری. آخر نه ما میخوایم که اول ماه برای شما برق بتیم ولی از اول اکتبر یکم دوم اکتبر برق در ولایت سوخت خاموش کرد و برق داد به طرف قرقیزستان. طرف قرقیز تقریبا 4-5 روز پس هیئت آمد و امضای سازشنامه کردن گشتن رفتن دوباره. پس فکر کنید که همین چند روزه که حتی قرقیزستان شرطنامه امضا نکرده بود برق با قرقیز داد به پول. با چینونیکاش میگن که ما برق از تاجیکستان گرفتیم گفتن که 4-5 روز برای ما هدیه کنید شما عدالجنی کرده یعنی که ما شما برق میخریم شما برق چند روز برای ما به پول داده از روز امضا کردن سازشنامه من با بعد به شما مبلغ میتیم. ولی مردم سوخت چون که اونا چوجای هستند چون که مردم سوخت برای رحمانوف چوجاین باید که پول مردمی سوخته بزنی بگیری کارخانه شب بزنی بگیری بازار شب بزنی بگیری مردم شد یعنی که هر کاری که میخوای انجام بدی مهم که پول برق با قرقیزستان بدی. برای چی؟ برای اینکه مردم سوخت چوجای رحمانوف در سوخت در ولایت در قصر ارباب به قدرت رسید ولی باز هم مردمی سوخته به همین حالتی پس آورده است قرار داده است دختر و داماد و تمام عائله‌اش روان کرده است به منطقه تا اینکه اونجا را غارت کنن برقشون نمیتیه. همون فرعون بود وقتی که همون مردم رفتن کارش میکردن شب یگون شرایطش محیا میکرد تا همون غلابش خواب کنه ولی رحمانوف همون مردم نمیمونه که آرام یعنی که برق داشته باشن. از پنجکن برای من معلومات رسید از یعنی کنی بودم از چی نام دارد ناحیه اشت از پیتامین همین منطقه اطراف یعنی که برق از ساعت 6 تا یعنی که ساعت 8:30 تا ساعت 9-8 همین خیلی و بگاهش با تا 9:30 کنی بودم 9:20 9:40 همین خیلی برق خاموش میکنن. از ونج نوشتن که برق ما هم همین خیلی است. از غرم نوشتن از مناطق ولایتی ختلان نوشتن. اخیر یعنی که پروفیلاکتیکا 1 روز دوام داره 2 روز دوام میکنه 5 روز دوام میکنه پروفیلاکتیکا نخواد که دیگه 16-17 روز شد پروفیلاکتیکا دوام میکنه. یعنی مردم تماما یعنی که میبخشه زویراژن یگان نمود خیلی یعنی اهمیت ندارد. برای چی؟ برای اینکه طبق معلومات رسیده کاملا برق فروش میدونید در دست کی بود است فعلا در دست حسن اسدالله زاده. برق کوریر ود میکردگی یعنی که برای فروش همین ها چون که یعنی که پول هایی که جمع می شود با یعنی که مبلغ های آفشوری که در حساب تقسیم می شود حسن اسدالله زاده این مسئله برق فروش نظارت میبرد. حسن اسدالله زاده دیگر معلومات بیشتری در این نیست چون از یک کروگی یعنی خوبه برای ما معلومات به اصلاح رسید که فروش برق در تاجیکستان در دست حسن است. حتی برق تاجیک به حسن زنگ میزنه رئیسش که چیکار کنیم این مسئله را هر چیزی که میگه همون خیلی از سویتوای زنگ زدن نام منطقه رو نمیگیریم میگه ساعت 12 برق قطع شد خواستم رفتم گفتم که برام برق ببینیم یگون زمیکنی کرده است یگون جو خراب شده است میگه زنگم زدم برا خورا گفتم برای چی گفت برق لیمیت ای والله این گپ از 4-5 اکتبر برای ما رسیدگیه. بله چخیل یعنی که لیمیت اعلان نشده برای کسر تمام خورا رئیس سویتوای منطقه زنگ زد که در حق مدافعت نکنن مردم. یعنی ما گناهکار نیستیم واقعا هم سویتوایی گناهکار نیستن اونایی که در شبکه‌های برقی کار میکنن چون که برق از بالا حل میشوه و بعد دیگه منطقه فروخته میشوه. وقتی ما نشر کردیم مقاله که آینده بهانه میکنه که آب کم بود آب انبارها کم بودن در برق تاجیک جوابیه به اصلاح گفت که نه آب انبارها پر یعنی آب هستن هیچ مشکل در آب نداریم مشکلی ما در پروفیلاکتیک است و پروفیلاکتیک 17 ساعت یعنی که 17 روز دوام نمیکنه کافی. یعنی این غارت روی راستی مردم است ولی مردم اصلا باز هم خاموش هستن. پیشوای ما امام علی رحمانی ما جان و جگر ما سویتای ما را بکش چیکار میکنی بکن. انا ببین است وضعیت تاجیکستان. اولا یک سوال هست ببینید هم ازبکستان و هم تاجیکستان به طالبان برق داده شدند و تمام کشورها از جمله خود ازبکستان هم هرچند مناسبت‌هایش با طالبان خوب است اینها هم طرفداری آن هستند که در افغانستان یک حکومتی گفته امام علی رحمان همه شمول به میان بیاید. این گپ امام علی رحمان تنها گپ خودش نه همه کشورها گفته شدند و این هم همین گپ را گفته شده است. آخر یگان فشنگ لازم است. مثلا فرض کردیم خودی همین تاجیکستان اگر همین برقی که با افغانستان داده شده است ندهد قطع کند
شاید طالبان به چند از شرطهای تاجیکستان راضی شود، اما اینها برق را میدهند و هم مناسبتشان را گویا با طالبان بد نشان میدهند و گویا اینکه از طالبان یک چشم داشتهای دیگری دارند و طالبان این را نکرده ایستاده است و به جز اینکه برق را داده ایستادند میشنویم که دفتر طالبان در تاجیکستان وجود دارد. طالبان از این بسری حکومت آمدنشان پیشتر هم مجروحانشان در تاجیکستان تبابت میگرفتند و هکذاها، اما حالا با کمک چند از همون از دست همین رژیم گریختگی ها گویا نشان داده ایستادند به مردم که گویا امام علی رحمان ضد طالبان است و در از اونجا حکومت همه شمول طلب کرده ایستاده است و باید تاجیک ها نیز در حکومت باشند و هکذای دیگر. از این طرف از دهان مردمش کشیده کنده گرفته به طالبان میدهد، یعنی مردم برق ندارد، طالبان برق دارد. این چی مضمون دارد؟ خب قبل از اینکه به این سوال من جواب بدم شوکت جان، فعلا برام نوشتن متخصص ساحه برقی پروفیلاکتیکا در ساحه انرژتیکا هیچ وقت در تیر ماه و زمستان گذرانده نمی شود. این یک واژه دروغ است که من متخصص برق نوشته است که یعنی پروفیلاکتیکا در بهار و تابستان گذرانده می شود، چون که وقتی پروفیلاکتیکا هیچ وقت تیر ماه و زمستان نیست. یعنی در هیچ کشور دنیا چنین یعنی کار انجام نمیتین و مخالف و مغایر قانون یا همون پیشه‌ای یعنی که برق و الکتریکی یا کهربا است. در مورد اینکه تاجیکستان چرا فیشنگ دارد، هر دولت یعنی که در دست خودش یک فیشنگ دارد. مثلا ازبکستان وقتی که سال 2006 2009 اگر دیاتون باشد 2009 بود والله اعلم یا 6 بود یا 9، من اگر خطا نکنم یک وقت ازبکستان کاملا یعنی که برق خاموش چی کردگی بود. در همون سال برای یعنی یک کردن شبکه واحد تاجیکستان یعنی تاجیکستان چند روز برق خاموش بود، یعنی برای اینکه تاجیکستان از بحران همین برق ما توسط ازبکستان میدرآمد میرفت با 2009 قریب یک ماه انا میره گفته استم که یعنی ماه دکبر برای که یکی از نفرای نزدیکی ما که کارگر در وسطیت بود همون برادر یعنی که در همین ماه دکبر بود در یاد ماست که گاز کفید با دخترچش یعنی که از دنیا گذشت با همین گناهی همین رحمانوف که یعنی که به برقی بود. بعد همین گفتنیم که هر دولت با خودش چی دارد، یک فیشنگ های دارد. مثلا ازبکستان براستی خودش فیشنگ های خودش دارد، تاجیکستان فیشنگ خودش دارد، افغانستان مثلا فیشنگ های خودش با علیه هر همسایه و هر دولت دیگر دارد که توسط اونها مثلا روسیه فیشنگ هاش چی است؟ میگه اگر یگان گپ بگویم ما مهاجرت دوباره روان میکنیم. تاجیکستان کاملا خاموش میستد، یعنی کار انجام نمیدهد. برای چی؟ برای اینکه یک وابستگی دارد از اون کشور. تاجیکستان طبق معلوماتی که رسید برای چی، من این سوال از متخصصا از چند نفر کردم، برای چی برق به افغانستان میتید و منتظر پولی که حالا آینده طالبان به تاجیکستان باید بتین. گفتن که اون برقی که با بریشنا امضا کردگی بود شرطنامه، طبق همون شرطنامه رفتن میگیرد. حکومت قبلی افغانستان که غنی بود خوب غنی از قدرت رفت و طالبان جای اون گرفتن و طالبان یک پیش شرطی برای رحمانوف گذاشتن که اگر خواسته باشی برقی 2 ماهه یا قبل که ناداده بودن و آماده کوارتال نیم باید پول میسپردن، همون اگر خواسته باشی بگیری پس باید که چیکار کنی؟ تو برای ما برق خرید نکنی که این برقی گذشته که گرفتگی ما اون غنی میره میگیری، ای ما دیگر نمیگیری. تاجیکستان برای اینکه اون مبلغ 2 ماهه قبلیش بگیره با این مبلغ ماه سپتامبر، چون اوگوست یعنی که اگر دیاتون باشه یعنی که اوگوست گرفتن و اوگوست تموم شده برابر 2 ماه قبلی تابستان دادگی نیست افغانستان. برشنا یعنی که شبکه برقی افغانستان برق پولش پرداخت کردگی نیست. با اون 2 ماه قبلی با این 1 ماه 3 ماه کوارتال طالباش پیش شرط گذاشتن که مبلغ پیشینه را ما برای تو پرداخت نمیکنیم، اگر برق با ما خاموش کردی پس پول میره ایغانی میگیری، اگر برق ادامه دادی ما برق پول برای تو میتیم. ببینید که یک آدم یک دولت یعنی که چی گونه تونستن که بر علیه رحمانوف یک کار انجام دادن که دیگه نمیتوند که نتیشان برق
اگر قطع کنه برق با افغانستان، اگر حکومت قبلی افغانستان میشد امکان بود که میگفت من وضعیتم بزیه بس من فعلا برق برای شما قطع میکنم با تاجیکستان میتیم. ولی التیمات میگذاشته طالبا با رحمانوف که از اون مبلغی دادگی از اون برخی دادگی 2 ماه پیش من میمونم و خدا همش میگیرم با همون خاطر با مردم خودش برق نمیتیه با طالب برق میتیه. دیده سه چگونه رحمانوف التیمات موندگیان. در مسئله قرقیزستانش چیزی که مثلا ما گفتیم همون است دیگه، چون که رحمانوف اصلا برای اون نه سوخت مهم است نه خطلان مهم است، یگانجا مهم نیست برای رحمانوف، مهم که گور سوزد و دیگ جوشد. رحمانوف تا امروز از مردم تاجیکستان خودش مدیون نمیدونه، مدیون قرضدار که اون آواز دادن اون منتخب مردم است. رحمانوف با سلاح خودش میندار است، با بالای تانکای ازبکی و سلاح ازبکی با وارد دشنبهشتر میندار است. او هیچ وقت منتخب مردم نیست که از مردم خودش یعنی که فکر کنه که من مردم انتخاب کردن باید من با مردم باشم. نه، اون با زور خودش هر گپ که گفتی تو خاین ملتی یعنی کارش انجام میداد. من این خاطر رحمانوف در جغلوک گرفتارش دیگه، در چختپه که خودش یعنی که نمیدونه که چگونه اون گرفتار کرده است خودش. اون حکومت همه شمول و فیشنگ ها گذاشتن و ضرب العجل به طالبا به این مسئله نمیتوند. اگر این پول برق بگیره ممکن است به طالبا بگن با 3 ماه آینده شمیتی بعد آینده بعد ما پول برق میتیم. با همون خاطر امکان دارد مردم تاجیکستان به برق بمونن ولی مردم افغانستان برق دارن. و مسئله دیگری که برای ما رسید این است که همون دولت ها نام نمیگیرن، دولت هایی که طالبا را سر قدرت آوردن با این گفتن که ما پولی مبلغی که یعنی که با افغانستان تو میتی ما اون مبلغ برای تو میتیم نقد یا هر حسابی که خواسته باشه ولی تو برق با افغانستان خاموش نکن. منظوری من فهمیدید که کدام دولت طالب سر قدرت آورد و کدام دولت اومد با تاجیکستان در مورد طالبا صحبت کرد. هر کسی که خودش فهمیش سیاسی داشته باشد فهمید که منظوری من کی است. دیگر این یک چیزی یعنی که معلوم است و رحمانوف برای پول شده تمام مردم تاجیکستان آماده است که تصحیح کنه. همین است. تشکر. زنده باشید. تشکر زیاد. خلاص سعدالله بفرمایید. سعدالله بعد از اون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای محمد جان بعدا با استاد بعدا با تمام خلقی که مورا میشنوه حضور زیاد اول در یک مقصد موضوع گپ میزنم که از موضوع روزه شما برنه همو در پارلمان استاد عزیز سید عمر حسینی مقصد یادآور شده بود از نام همه کارگران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در موضوع دخالت کردن و نوگانی آوردن در حقوق آزادی گفته بود که مقصد همه طرفه بخشش زیاد مقصد کمتر در هیجان در موضوعی که مقصد دخالت به حقوق آزادی های انسان میگم دخالت به حقوق انسانی بعدن یک آیت قرآن را خوانده بود که ظالمتر از آن است که نمیماند در مسجد خدا بندگانش او را یاد کنه و بدین وسیله مسجد را خراب میکند و بدین وسیله مسجد را خراب میکند و خدای و الله بزرگ مقصد به عدد و در قرآن که در این دنیا و در آخرت عذاب سخت او را مقصد گرفتار است. آیت قرآنی بعداً از همه برادران مخالف التماس دارم موضوع فقط موضوع برق شوه. همو یک شاگردان همتون مقصد یک التماس است که موضوع برق شوه. میتونه همین موضوع مقصد خلق مقصد با یک مقصد بیاره با یک چی بیاره که برق میتن نتن مقصد خلق با خودش میفهمه که چی گپه. بله تشکر به شما برادر عزیز. خدای نگهبان همتون در اون دعا بگوشم. تشکر زیاد. انصاری بفرمایید. انصاری هستید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت محمد همین یک مسئله است. برق ما نداریم نیست این حاضر همین وقت حاضر نداریم لیکن همین به زبان روسی بگم همین شوچکو را ما هر 6 ماه صدایتان گم شد. انصاری صدایتان گم شد. انصاری
صدای انصاری گم شد. مهاجر بچه رو میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. با اکای محمد اقبال میشنوده باشه. هستن همینجا. شاید صدایتون را شنیده صدا باشم. بفرمایید. همون را یک کماندون بخزن کوفته استادینا دا چیز درآمده دا همین یوتیوب. ای دا روی بچگی اوچتا بار اوچتا پیشم کماندون بار مالی اس یتیموف بفرمایید. گپی مهاجر نفهمیدم. نکردم خوش رو گابزستم. اون را کوفته است. من قطعش رو گابزستم. من قطعش رو گابزستم. پیشم کماندون مدار تبار. بکشش اکش اکای را ببرو شایجای گپوی بیوداز استم. موضوع مستویتا بارقه اون کوفته است و مردک پیر شده. همون را کوفته است. اکای اقبال میگه مهاجر باشه تشکر. اس یتیموف بفرمایید. سلام علیکم حضور گرامی. موضوع مبارکه ما برای روی حالی دادن ندادن برق در چی میبینم مردم همه باید درک بیا که مثال رحمانوف ما را 30 ساله فریب کسته. بسیاری آدم فکر میکنن که در تاجیکستان که رحمانوف عیشت خودش میکنه در دولت. با بعضی هم میگن که خدا بتاش خدا دادایش خدا اید از زیادترش بتا. خیال میکنن که باید دعا و باید چیزا اورم خدا میتا. هم خیلی فکر میکنن باید مفکوره مردم ایما را چیز کنیم ایواز کنیم. همی تبلیغات بسیارتر برای مردم بفهمونیم که همی دولت های ما همی حکومت همی تاجیکستان پولی های ما نو بسته ملت چیزی مثل قوم چیزی باشه منطقه همی های ما باید ما چه بگم فعال باشیم. اینم مردم های درین تاجیکستان زنگ زدن یک چیه مثال باعث خرسندی که یک ترقیات دیدستیم در مردم فهموندن در که بسیار تفکری مردم ایمو بسیار پاس شدگی. همی راسیه رفتگی کار کاگی بچور همی یک گمر فریب شون میکنن چیز شون میکنن. مردم بسیارتر تبلیغ کردن در کار ده کی رامون ما را فریب درسته تا با قرقیزستان و با همی رنگ همی چی شده دولت نداریم ما. این همی 4 تا باندیت و مگیه در طور سری ما. این همی او دفعه ابزم 4 تا رقصه این همی بیزنس که داشتن حق ما را خورده سن. باید حقش طلب کنه مردم. ایجاد هم دینی بفهمونن مردم که حقش باید طلب کنه. ما حضرت عمر گفتگی که باید ما در سر دسترخوان هم باشه برای حق خودمون مبارزه بریم. حقمون باید صاحب باشیم. نالمون باید صاحب باشیم. حقمون در دست رحمان افتاد. ای کاستالوش کپم بگیریم حقمون. اینم خیلی مردم هم خیلی بفهمونن. این مردم دینانو درست فهموندگیان. آجی میرزا پوجی میرزا هم فریب شون کاگه همیشه شگرونا میگن میگردم بزرمون کاگیان. سلامت باشین. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. حالا آزادی به عزت امان نیستن. محمد بفرمایید. محمد هستید؟ میکروفونتون فعال کنید. محمد من طرفداری مهاجران هستید اینجا. میکروفونتون رو فعال کنید. من طرفدار مهاجران هستید؟ بله سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. سلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. سلام به تمام مردم تاجیکستان. بار درباره همین برق یک چی گفتنیم اساساً برای پیشوای تاجیکان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفتنیم که مردم تاجیک از من خفه نشین. امامعلی رحمانوف سویچون اکشتم بگی فروختم بگی این مردم خواه این مردم ناموس دست دادگی های. در آخر در امان خدا باشین. سلامت باشید. امیر شاهین. السلام علیکم و رحمت. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر به شما.
بفرمایید. درباره همین بی‌برقی میگم، این مردم ما یکم گرون فکر نمیکنه که مثال ما در 30 سال استقلالیت رحمانوف میگفتگی در او پره دریا جنگ میره و برق دارن، خونهاشون روشن. ما در دولت صاحب استقلالی که 30 سال شد استقلالیت به دست آوردن مونه، برق نداره و خونه ما تاریک. بله. ایره چخه بفهمیم این به کدام لحاظ به کدام حال مردم ما رو آورده رسوندن. مردم همه از قفای مهاجرت، از قفای کارهای همین بیرون از وطن دیگه خلق مردم از همین بهشتی رحمانوف میگفتگی میگریزن. نمیدونم نخو اینقدر بیرحمی و بیشفقتی باشد که از بهشت مردم بگریزن. بله، مردم از بهشت بگریزن. حالا اینجا به یک مسئله شما اشاره کردید، به این مسئله بی‌برقی. ببینید، بی‌برق بودن این فقط در تاریکی موندن نیست. در ما اکثریت مردم رو که اکثریت شهروندان تاجیکستان رو که مردم دهات تشکیل میکنند، اساساً به این نظرند که بی‌برقی یعنی در تاریکی موندن است. حد بی‌برق موندید، یک شام گرون میکنی، شب روز میشود یا تاریکت روشن میشود. همین قدر از برق انتظار هستند. تلویزیون موندی نموندی، یکون سریال تماشا کردی نکردی، خیر نکردیم، برق نشد تلویزیون تماشا نکردیم، یک کار دیگر میکنیم. همین قدر از برق اکثریت مردم دهات اکثریت این تصور دارن، لیکن برق نیست اقتصادات کشور پیش نمی رود. ما در همین حالت میگم نه اقتصادیات پیش می رود. یعنی کارخانه هایی که با برق کار میکنن، با برق استحصال میکنن، بی برق میمونن. مثلا گریم در خانه خلدیلیکت کار نمیکند، تو وقتی که به مغازین به مغازه برای گوشت خری یا یگان غذایی که تیز ویران بشود خریدن میروی، از اون احتیاط میکنی. فروشنده این غذا از استحصالات احتیاط میکنه، چون که مردم به خاطر نبودن برق از وی کم خریداری میکنه. و هم وقتی که برق نیست با واسطه های دیگر استحصال برق، وقتی که یک کارخانه کار میکند وی به نهایت احتیاط میکند، برق رو در مصرفش احتیاط کاری میکند و هم از آن سببی که برای استحصال برق مبلغ زیاد صرف میکند، محصولاتش قیمت میشود. اما حالا حکومت جمهوری تاجیکستان از فهمش مردم و از کم اهمیتی مردم نسبت برق و از اینکه مردم به برقی که استفاده میکنند، مردم دهات الटरनेटिव دارد، از این سوء استفاده میکنند. یا درست میگویم حاجی بابا؟ نه درست شما درست عقدی سخنان درست ما حالا بابا حاجی با ایجا خاندانم میدونم. امیر شاهین لطفا. دو جان یعقوبوف. حاجی بابا بفرمایید. فکر شما چی است؟ یک بار دیگر تکرار کنید. حالا ببینید، در اکثریت مردم دهات رو که اکثریت مردم کشور رو که مردم دهات تشکیل میکنن، فهمم. نبودن برق الटरनेटिव دارن، شام رو گران میکنن، کرسی رو استفاده میکنن و همین و همین قدر تصور دارن برق نشد مردم رو به همین حالت آورده رساندیم. برق یعنی نبودن، این یک روشنی نبودن نه. شما خودتان گفتید که تلویزیون کار کردنش در کار، یخدان کار کردنش در کار، یعنی ریشگره کار کردنش در کار، وای فای کار کردنش در کار. اینها یک طرف مسئله اساسی باید ما به تنفس کارخانه های استحصالی را تامین کنیم. وقتی که ما کارخانه های استحصالی را تامین کردن نتوانیم، این مشکلات وزین است. چرا؟ من
چند سال پیش دههای زواد الومین براره از کار ماندن. بله. یا اینکه صناعت های کنسرو براره، صناعت های حسیب براره، صناعت برآوردش کارکردش شیر، انا همین حتی صناعت بافندگی و رساندگی هم گوید. وقتی که از کار میماند نگاه کنید، دستگاه کارکرد استاده باشد، اگر یک بار چراغ را خاموش کنند ممکن دستگاه ویران می شود. این از یک طرف. از طرف دیگر کارگر با امید کار کردن آمد و باید یک گرده نانش را بیابد، لیکن دستگاه که از کار که ماند، چراغ را که خاموش کردن و الک از یک گرده نانش میماند. این دویم طرف. سیوم طرف مسئله در فصل زمستان انا 6 ماه گیم، اگر امین اکتبر حساب کنیم، اگر 6 ماه میشه تا ماه مارت، اگر 6 ماه کارخانه کار نکنند این مفلس میشوند. سبب اساسی مفلس شدن کارخانه ها همین است. در دانشگاه ها، اگر در دانشگاه ها چراغ نباشد، روشنی نباشد، پگاهی روز در ساعت های یکم چخیل درس میگذارند، یا اینکه سمینه دویم بیگاهی روز بی چراغ معلم چخیل درس میگذارد، یا اینکه بی چراغ اقلا صنفخانه ها گرم نشودم حجره های معلم را چخیل گرم میکنند. اکنون در تاجیکستان که در همه شهرها یعنی نقلیات الکتریکی کم، در شهر دوشنبه نقلیات الکتریک چخیل کار میکند. این را ما باید به نظر گیریم. از همین لحاظ من باید تکرارا از مسئولین برق تاجیک، از مسئولین حکومتی، از طرف مردم، یعنی همچون نماینده یک شخص احترامانه خواهش میکنم که در فصل سرما برق را حتما به اهالی، به صناعت، به دانشگاه ها هم تامین کرده شود. حالا ببینید 70% اهالی تاجیکستان را مردم دهات تشکیل میکنند. بله؟ دهات. بله. در 70% اهالی مردم کشور فرض کردیم برق نیست. در 70% اهالی کشور در 70% مکتب ها برق نیست. تکنولوژی های تعلیمی کار نمیکنند. وقتی که تکنولوژی های تعلیمی در عصر 21 کار نمیکند، چی پیشروی را چشم داشتن ممکن است؟ در عصر 21 در 70% اهالی کشور مکتب ها تکنولوژی های تعلیمی کار نمیکند. خوانندگان را با استفاده تکنولوژی های تعلیمی را تعلیم داده نمی شود. پس چگونه میتوان پیش رفت؟ دوام میتیم. خواهشمندم. مسئله اساسی را شما برداشتید. اگر امروز دانشگاه، خواننده اگر در دستگاه های کامپیوتری آموزش نگیرند، اگر انا این بیسواده و آورده میرساند. من حتی در برآمد وزیر معارف یعنی نوشته فرستاندم که باید وزیر معارف از تمام دانشجویان در یک سال یک مرتبه دیکتان گیرد. چرا دیکتان گیرد؟ برای آنکه دانشجویان ما امروز بیسواد گیم نمیشد، کم سواد هستند. آنها را تازه کردن در کار. برای چی تازه کردن در کار؟ برای آنکه آینده یک متخصص ارزنده این یا آن ساحه شوند. همین چند روز پیش یک برادر به من سوال داد که چرا در تاجیکستان متخصصان گیولوژی کم؟ در ما
هست انستیتوت گئولوژی، یعنی انستیتوت کوهی و متالورژی. لیکن در یک جمهوری این یک دانشگاه البته کم، چون که شعبه ها کم و اساسش امروز دانشجو بیسواد است. برای چی بیسواد است؟ برای آنکه ما اول متخصص را تیار نکرده دانشگاه ها را زیاد کردیم. وقتی که دانشگاه زیاد متخصص نیست و دانشجو نمی شود و همین یک پولش میتید و سنجش میگرد و امتحان میگرد و تا 4-5 میرود و آماده میشود به مهاجرت مهنتی. لیکن تکنولوژی امروز را یعنی کامپیوتر را آموختن خواننده شرط و ضرور است. من البته در دیگر کشور که هستیم هر وقت خیال میکنم که شوکت جان صنف‌های تا 12 میخوانند در اینجا، یعنی طالبی صنف 12 از دانشجویان ما بلندتر باسوادتر هستند. ما در معارف کار کنیم، یعنی اگر مملکت را نابود کردن شویم، اگر انمین ملت را بیسواد میکنیم، مملکت را از دست میدهیم. بله درست است. حالا من به برادر محمد اقبال صدرالدین یک سوال دادنی هستم. ببینید شما تقریبا زیاده از 15 سال می شود که رسانه‌دار هستید و نزاکت های رسانه‌داری صرفا می روید و به خبرها سر کار میگیرید و خبرها رو پیگیری میکنید. حالا اینجا استاد تیمور واقعا هم وارد شدند. سوال من به ایشان هم ربط دارد. در تاجیکستان در 70% برق نیست. یک رسانه که میخواد از تمام گوشه و کنار تاجیکستان خبر آماده کند از رویدادها و شرایط های کشور خبر آماده کند و بر رسانه ها رسانه‌ای کند در رسانه ها، اما در 70% نه وای فای وجود دارد نه برق وجود دارد. او چگونه میتواند مثلا گریم یک پخش مستقیم داشته که باشد از گوشه و کنار تاجیکستان در عصر 21 خبرنگاری کند؟ بله شوکت جان، اصلا رحمانوف یعنی که این مسئله که شما گفته سه اونم میخواهد، میگه کورا چی میخواهد چی میفورد دو چشمی بینا. یعنی نبودن برق برای رحمانوف راحت است، چون که نه وای فای کار میکنه نه اینترنت کار میکنه. پول یا پاپل در چی در سیم زد که با مانند بیگ صبورو با مانند رئیسای وزیرای داشتگیش این وظیفه و یعنی که وظیفه همین رحمانوف است برای اینکه مردم در واکوم قرار بودیه. وسایل اخبار عامه در تاجیکستان اصلا وسایل اخبار عامه مستقل وجود نداره. یا از یا پلیس است که میبینید که روزنامه‌اش یعنی که همون هفته‌واره که نشر میشود 1500 عدد ابونچی دارد و روزنامه‌های به ماهیت رحمانوف با مانند منبر خلق، صدای مردم، جمهوریت، سری چنم دارد سری اونو مردک رئیسش خوب همو سر تاجیکستانی همدانپور اینا همش چی هستند؟ یعنی که روزنامه هایی که با چیزی دولت هستند با یعنی که دولت کار میکنند آمولی افکاری دولت نشر میکنند اونها را نشر میکنند. ولی رسانه مشکلات جدی در تاجیکستان دارد. مشکل ترین یعنی که سکرات موتی وسایل اخبار عامه را در تاجیکستان رحمانوف پس از سال 2014-15 خواندگی دیگه میتونیم بگیم که رسانه مستقل در تاجیکستان وجود ندارد که کاملا بتونه چیزی را بگه غیر از شبکه رادیو عمومی. یعنی همین تنها نبودن برق را میتوان گفت که شرایط مساعد برای رسانه‌داری در تاجیکستان وجود ندارد. همین خودش بس که یعنی برای رسانه ها شرایط مساعد وجود ندارد. استاد تیمور ورقی فکر شما چی است و
چی گفتنی هستید؟ سلام علیکم دوستان. علیکم السلام، شما دید. سلام علیکم حاضران، خصوصا حاجی بابا سلام علیکم و تشکر. روزتون یک بار دیگر مبارک بود میگویم. سلام. خیلی خوشحالم از دیدن شما. خدا رو شکر که شما هستید در بر ما. سلامت باشید. من با اجازه شما با روسی صحبت میکنم که وقت زیاد نرود. Как действительно, как вы отметили правильно, что имам Али Рахмон вернул нас в 19 век, возможно, даже в 18 век, и это во всем сказывается. Электричество – это кровеносная кровь, да, в кровеносной системе энергия, в кровеносной системе организма. Если нет электричества, то организм, можно сказать, полутруп. Наш организм Таджикистана, можно сказать, инвалид. Инвалид, который находится прикован к кровати. Значит, это организм, который не способен двигаться, развиваться. Почему невозможно развиваться без электричества? С самого начала, как уже отмечали другие, и Ходжи Бобо отмечал, и вы, Шавкаджон, отмечали, с детства возьмем, да? Возьмем с детства. Значит, весь мир сейчас использует электричество как само собой разумеющееся. Даже никто не думает о том, что не может представить, что может быть отключено электричество. Что дети могут остаться без самого необходимого для их развития. Потому что электричество сейчас все связано, обучающие техники, технологии и методы связаны с электричеством. Сейчас это телевизоры, компьютеры, телефоны, значит, какие-то прослушивающие аудиотехники и так далее. То есть наши школы не обеспечены светом, наши дети мерзнут, как в 19 веке, сидят в шубах зимой, да? Им не до учебы, потому что они голодные и холодные. Я, например, я был в районных школах, в одной школе имени Вашти, имени актера Воидова. Там стоят печки, буржуйки в каждом классе. И стоит такой дым, что учителя не видно. И библиотека там еще рядом есть. Все собираются в этой библиотеке, дым зимой в одной комнате маленькой, и эта печка дымит. Люди болеют, люди начинают, люди могут умереть просто. Это же невозможно. Наши школы не обеспечены светом. Наши школы – это значит здоровье. Наши школы не обеспечены, естественно, интернетом. Школы будущего в Таджикистане должны быть обеспечены интернетом. В каждом классе должны быть компьютеры. Компьютеры должны быть просто на каждом столе в школе, потому что будущее школы – это электронное образование. Это сразу то, что нужно, человек находит, и здесь, значит, мультиобразование он получает, и изображение, и музыка, и все что угодно. Любой предмет. Даже рисование сейчас через компьютер, значит, овладевают техниками рисования. Второй, значит, энергетика, электричество имеет мультипликативный эффект. Значит, Таджикистан, что теряет Таджикистан с точки зрения экономики? Если бы у
этой власти были нормальные специалисты, если бы специалисты не бежали, если бы там не было отбора по географическому и по семейному признаку, да, и такого повального воровства и коррупции, то тогда бы, наверное, эта власть могла бы вспомнить, что в советский период, как говорил Учибобо в начале передачи, была программа малых ГЭС. Значит, в Таджикистане очень много малых речек. Благодаря этим малым речкам огромные возможности обеспечить электричеством весь Таджикистан, горную часть Таджикистана по меньшей мере. У нас более 90% гор, и мы могли бы обеспечить большинство населения электричеством благодаря не вот этому гигантоманскому проекту, который не могут построить. Потому что, опять же, нет специалистов и, опять же, воруют. А почему воруют? Потому что нет контроля. А почему нет контроля? Потому что система повязана, это мафия, круговой поруки, одни и те же друг друга не контролируют, а наоборот друг друга, значит, поддерживают и совместно воруют. Значит, если была бы у нас постоянное электричество, как сказал Хауджи Бобо, значит, у нас бы круглый год работал бы малый бизнес. Малый бизнес это является во многих странах основным источником налогов и основным источником, скажем, и рынка потребления, и ВВП. Да. Значит, второе. У нас были бы, я писал, когда еще находился в Таджикистане до своей миграции, что нужно в тех районах, в тех регионах, которые обеспечены электричеством, создавать перерабатывающие производства и хранилища, овощи и фруктохранилища. Почему у нас до сих пор это не делают? Почему правительство этим не занимается? Я не могу понять. Потому что это могло бы принести большие, огромные, так сказать, вложения, вливания в, значит, доходы в бюджет. Больше хлопка, больше, чем алюминий это принесло бы. Например, северные наши районы, это значит абрикос, курага и так далее. Если у нас была бы возможность переработки, консервации и хранения, упаковки и хранения, мы могли бы обеспечивать, и у нас огромные рынки возможностей, и Россию, и Украину, и Европу. Почему не делают, я не знаю, потому что они... как сказал брат, авбошоу мадан. Это роусаноу мадан. Ино фақат ҳамун чизе ки тайёр аст, ҳамун рейдерӣ мекунанд, ғасб мекунанд, мегиранд. Дигар ҳунар надоранд. бале, дуруст аст. дар ноҳияи ашт як намуд зардолу ҳаст, нимаи моҳи май мепазад. бояд вай дар ҳамун шаби рӯзи пухтанаш аллакай бояд гуфти русо реализатсия шавад, бояд яъне гусел карда шавад, ҳатто дар роҳ бояд бипазад вай, дар роҳ то ба ҷое ки фиристода мешавад. аммо фикр мекунам як хоҷагии деҳқонӣ ё ду хоҷагии деҳқонӣ, ба фикрам як тояшро медонам, шароити яъне дар ҳолати хунук нигоҳ доштан то харидор ёфтанро дорад, тамом. дигарон надоранд. дигарон ё фурсат ёфта мефурӯшанд ҳамун зардолиро, ё ин ки аз даст медиҳанд. вай зардолиро хуш карда намешавад. вай зардолиро баробари пухтанаш ё мефурӯшӣ, ё ин ки аз даст медиҳӣ. консервация кардан мумкин аст. Русия мефиристонӣ, ба ҷои дигар мефиристонӣ, бояд фиристонӣ. ҳамин шароит вуҷуд надорад, ҳамун зардолиҳо пусида мераванд ба хотири он ки ҳамин шароити нигаҳдорӣ вуҷуд надорад. барои шароити нигаҳдориро ба миён овардан барқ лозим аст. ҳоло Рамазон Ҳусейниён ҳаминҷо ҳастед? Рамазон Ҳусейниён. бале бародар, ман мунтазир ҳастам ҳаминҷо. салом алейкум. ва алейкум ассалом раҳматуллоҳ. ташаккур. созу хуб ҳастем? акаи Тимур бобоҷӣ ҳаматон хуб ҳастем? Шавқатҷон ака,
همه جا را گفتیم اومدیم همین ورخ خوجه علاو چورکره موندیم. اینجا خودتون میدونه که جای جنگی است با قرقیزستان، لشکری خود کشید آورد زیادتر کرد. در همین منطقه نزد سرحدی هم برق خاموش کردگی هستند. وقتی که برنامه را شروع کردن یک دو برادرو نویس کردیم از ورخ، گفتن داخل شب صحبت کو. گفتم خوب. زنگ زدم پرسیدم در حقیقت که برق نیست. اگر که من برنامه شما داخل میشوم باز فردا با پدری من مشکل میشه، با مرا اوگرژاد میکنن. چند دفعه گفتم که خب من داخل نمیشم، کمی دور میستم، لیکن با وجدان طاقت نمیکنه برادر که میبینم که از منطقه نزدیک مرزی از کل ناحیه اسفره که قریب 250,000 شاید اهالی داشته باشد، یک نفر پیدا نمیشه که داخل شود با همین برنامه ها. من نمیگم که با شما پیوندم، من در یگان گروه نیستم، از برنامه شما استفاده میبرم. تشکر که به من اجازه میتین. مردم ما نمیدونم از ترس باشد یا که زندگی آرام خودشون در روسیه یا در دیگر شهرها و میکنن داخل نمیشن برنامه دیگر را فکر نمیکنن. از همین سبب من نمیفهم حکومت تاجیکستان شما بردین در دهه چورکو یک نچلینگ ملیسر موده که از همه بیانات میگیره کسی زیدی قرقیز گپ میزنه. قرقیز هر روز ما را لد میکنه، زمینا را گرفتی ساده. باز ببین لشکرهای خودش کشید برد. مردم همین تابستون چراگاه نداشت، ورخ راه نداره، توسط قرقیز میگذاریم. همه جا را زدن گرفتن. من گپ نزنم، کی گپ میزنه؟ برادر ورخی تنها میکنه که خوین ملت ای وای. در حقیقت من خوین نیستم. با این گپ شما به مرا چی گم علامه میکنه. از یک طرف که من به حق شما من میتونم در اروپا در روسیه از پای زندگی خودم شوم. مرا هیچ کسی نه که شوکت نه که معماری بود کسی مجبور نکرده که کانال یا داخل شوم با یو پیوندم. من همین از روی وجدانی خود داخل شدم، گپ زدم. از همین سبب برادری که در ورخ هستین صدای خود بلند کنیم. برادر خوجه علو، برادر چورکو، اقام شما رو میدونم برادر بنک زیاد دارین. داخل شوین، داخل که نشدین در این کانال ها روین، طلب کنید از برق تاجیک برق به منطقه نزد مرزی دهد. تا که ما گپ میزنیم ما را پدر و مادر ما رو فشار میبیارن، ما را اوگرژاد میکنن، هر خی گپا میگن. از این سبب گفتنی معنی اکل شوقت جون. تشکر. حالا درباره ورخ گپ زدید. در همون نقطه های نزد مرزی به ما یک خواهر خبر دادن، گفتن که همین بین ما بین قرقیز ها یک تا راه هست. بله. این طرفی راه قرقیزستان، این طرفی راه تاجیکستان. بله. ما برق نداریم، طرف قرقیزستان برق دارد. میگه شنیدیم که حالا همین برق تاجیکستان به قرقیزستان داده ایستاده است. بله. اکه شوقت جان گفتون میگم من بعضی جا میشه که میخوام که حکومت حمایت کنم، در بعضی جا مخصوصا میخوام که لیکن نمیشود میاره چی شونه محافظت کنم، چی شونه. ببینه که با همه چی خودتون گفتن روزی یا خونه تاجیکه یا خونه قرقیزه، همسایه قرقیزه، همسایه برق دارد، تلویزیونش بالا میمونه، رقص و بازی دارد. تاجیک هیچی نداره، بیچاره بچم خواب کن تمام. در حالتی که همه برق قرقیز خانهش روشن است، تلویزیونش ماندگی است، رقص و بازی دارد، با برق تاجیکستان است. تاجیکستان برق داده ایستاده است. بله. اینجا است. باز میدونه قرقیز ما را چی میگه. مرا خودم زیاد نوشته کردگن که شما تاجیکو میگه بنده رحمانوف هستین، بنده خدا نیستین، شما سجده به رحمانوف میکنید. از روی گفته قرقیزا اگر ببینیم تحقیق کنیم راست است. ما از خدا اکثر مردم ما نمیترسن. رحمانوف چی میگه همو از اون میترسن میکنه. لشکراشو بردگی دختر بازی میکنه، عرقخوری، بنگزنی، مردم آزاری، کارشون در این منطقه نزدیک مرزی همه. اگر که یک قرقیز ما اگر حق خود ما رو دفاع کنیم گپ زنیم میبرن زندان میکنن، خوین ملت اعلام میکنن. این برادرایی که در نزد مرز هست فرق نداره، کل مردم تاجیک بیاین بخیلی را بس کنیم یا دیگر طعنه کنی را بس کنیم. اگر یک جای یک کامنت نیتو مینویسیم در حقارت سر میکنه اوچه و خواهر همه را بس کنین. فعلی زنکی را با خدا قسم آینده پشیمون میشیم که ببینید با چی روز ما رو آوردن که هم قرقیزی که من در خاطر مسته گاو و گوسفندی ما رو میبرد میچرون، امروز در سری ما زور شده. دیگه زنای تاجیک میرن در قرقیز تابستان علف دروی میکنن، کار میکنن. تا کدام روز ما رو با پستی آوردگان. من نگم طاقت نمیکنم به خدا. من بله با پدر و مادرم شور میارم. من عقیبی بقوا ندارم که از من پشتیبانی کنم. من اگه دوست و برادر ندارم که از من پشتیبانی کنه، یا که اگه اولاد گنرال ندارم. من گپ میزنم میرم فشار با پدر و مادر میارم از برای که مرا یافتن نمیتونن یا من خودم دور هستم. مرا بردن در ورخ
مردم میدید مرا میبرد عدل میزدن برای گفتم که زمینو خوجی غرباور نتیم به قیقیز این زمینی ما 2017 دفاع کردم مرا بردن زدن در عدل همه جا ما خونوشو کردن مردم تماشابین بود این خیلی نمیشه برادر برو کدام پولدار هستی کدام زور هستی پولداری زورید به خودت امروز دفاع از وطن باید کنیم فردا که پولداری تو زورید میگذرد فرزندای تو در نزد قرغیز غلام میشد از همین سبب خوب فکر کنه برادرو همین از برادر سبقت جان من زیاد اعصابم خراب است دیدم که در برخی بارم خاموش کردم تشکر زیاد به شما که در برنامه اندیشه‌رانی کردید حالا سلیم جان خوش آمدید تا شما دو نفر وارد شده هستند جوانان و مهاجری چون سخنی ایشان را میشنویم بعد با شما صحبت میکنیم ان شاء الله سلیم جان آماده باشید جوانان بفرمایید جوانان هستید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما با همه فکرهای شما روزی نیستیم چی بگویم با کدام دلیل با دلیلی که 50 تا پیشروی خواب میکنین یک تا دو تا کمبودی بعد همین خیلی که شما دو پرازنیکو چی میشه پرسنالی کده زمانو توران چی سر میکنین یا 5 پیشروی چه میتوانید برادر گفتم 50 تا بفرمایید وقتی پیشروی میشه و همین خیلی که در همون عقیباتون قلنفرد میشه کن هم خیلی بی‌طاقتی میکنین که چی مقصد دارین ما شما را نمیفهمم من واقعا مهاجرم گوش میکنم یگم فکری وطن نکردین شما همه یک کمبوده میشه و اینه کیا ولی عقل کردن سلیمه کیا همه زباناتون دیگه همه دراز سر میکنین انا ایتا یک کمبودی در تمام دنیا هسته دنیا دا بسیار خوب او که مرده که برین خدمت کنیم برین چکین دور جنوات میکنین میگریزین میرین با سر میکنین جوانو را درست است حالا به این حرفای شما مهاجری جون چی بگفته باشن بهادر حتما سخن میکنید انشالله مهاجری جون هستید نیستید میخدیم با اوسی در چند خواهش میکنم بنابرای سخن کنیم سلیم جان چی نظر دارید السلام علیکم اکو شوکت جان حاجی بابا اکای تیمور واقعی برادر بهادر و تمام حاضرین راستی خیلی ننگم میآید شرمم میآید از این گونه هموطن که درد مشکلی جامعه رو نمیبیند و میگوید که در تاجیکستان مشکلی وجود ندارد و این مشکلی هست که در دیگر دولت هم هست و ما با تاجیکستان فخر میکنیم و این مزخرفاتی که مقصد به گوش اینها خواندن در هر برنامه میدرام یک تا از این برادرها هستند که همیشه میگویند شما بی‌سوادید شما غیبت میکنید شما فقط کمبودی ها رو میبینید فقط 50 تا گفتم فقط 5 تایش رو مثال بیار گفتم نمیتوند 5 مثال بیارد که چگونه پیشروی از تاجیکستان از من میارم موزی بگذارید من تمام کنم من سال 2008 در اسفره در شورکو یک سال زندگی کردم چگونه که برادر رمضان گفت اونا را خائن میگوید به این برادر گفتنی هستم که مؤمن برادر مؤمن است در چهره شما عکس خودشان رو دیدن اون خائنان هر کسی که این برادر رمضان خائن میگن خودش خائن است چون که من در اصل در واروخ هم بودم شورکو هم اونجا که یک سال زندگی کردم بین واروخ و مقصد قرغیزستان اونجا سرحد بود اصلا 15-16 سال هم بود او خود عقلم نمیگرفت ولی وقتی زمستان میدیدم که یک خانه چراغ دارد دیگر خانه ندارد میپرسیدم که چرا این خانه چراغ دارد میگفتن که خانه قرغیز است من همیشه با خودم فکر میکردم که چرا خانه قرغیز چراغ دارد خانه تاجیک ندارد اینجا اکای تیمور ورقی بسیار گپی خوب گفتن که این اوباشان هستند که آمدن مال و مملکت و همه دارایی مردم ما را ملت ما را دزدیدند من فقط یک چیز رو میخوام بگویم که اگر ما 4-5 گس دیگه هم سنگتوده دیگه هم میداشتیم بازم این مردم بدون برق میماندن حاجی بابا از بایگری های مملکت ما بسیار گفتند من بیشتر گفتن نمیخوام فقط همین رو خاطر رسان کردن میخوام که ما
زیاده از 50% آب نوشاکی آسیای میانه رو تامین میکنیم، فقط تاجیکستان. این همه آب و این همه گس و سنگ توده ها همیشه آب انبارش پر است. ما آب انباری پر داریم، ما یک خزینه داریم که امروز دنیا به سمت رفته است که آب نوشاکی از بین می رود. 50 سال بعد آب نوشاکی رو یافتن قین می شود، ولی تاجیکستان ما از آب بای است. زیاده از 50% مقصد آب آسیای مرکزی را چگونه که گفتم تاجیکستان تامین میکند. و این گونه ما خودمان مردم تاجیکستان سهمیه جمع کردند، گس و مقصد این سنگتوده رو ساختند. مردم خود تاجیکستان با مهنت خودش ساخت. اما امروز میبینیم که این اوباشان سویت مردم خود را قطع میکنند و به خارجه میفروشند. همین سویتی که باید چقدر ارزان باشد به مردم که همه چیز از طرف مردم است، یکم چیزی خراجاتی ندارد، آب هست، مهنت از طرف مردم، سهمیه از مردم خودش ساخته است، همین را باز هم سویت رو گران میخرد. بالای این همزم بالای دزدی با دزدی که همین انگشتی از خاک تاجیکستان گرفته شده، انگشت خاکالودی که خاک سیاه هست نرخش اونقدر قدر و قیمتی ندارد، اما همون انگشت خاکالود رو با نرخ گران مجبورن مردم میخرند از دست این اوباشان، چون مناپول کردگیان، چون سویت رو به خارجه میفروشند، سویت ندارن، مجبورن که زمستان رو به یک گونه گذرونند. و به همین خاطر است که حالا ببینید همین قرغیز نمیدونم در طرف جنوب چقدر باشد، قرغیز در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت انگشت آورده میفروشد. انگشتی که قرغیز آورده میفروشد با صفت‌تر از انگشت های تاجیکستان است، ارزانتر است. انگشت از یک کشور به یک کشور دیگر وقتی که میگذارد و باج گمرکی دارد و دیگر باج‌ها دارد که باید بالای نرخش مانده شود و قیمت شود. اما انگشتی که از این خود تاجیکستان است، یگان باج گمرکی بالایش ضم نشده است و از یگان سرحد عبور نکرده است، انگشت تاجیکستان هم کم صفت به صفت تر است، هم قیمت تر. این رو میگوید که نبودنی، یعنی عدمی چی میگن سوسیال نه پادش که به تاجیکیش چی میشته باشد؟ خلق تاجیکستان نه شده دادگاه تینجی آرامی البوشو کردن گرفتن، اومدن با آلمان و با دیگه و دیگه جا البوشو کردن گرفتن. همون کدش مایده رفتست البوش هم آدم بود که البوشو کرد گرفت برفت ابو با توسط جامونا را ایران زدستین. بهادر این کس رنگ شما مهاجر بودند اما چی شده است که تاجیکستان همین قدر پیشروی داشته است پرتافتن اومدن مهاجرت؟ بهادر بفرمایید. اکا این در یک خیل چوپلوس در یک خیل نامرد دو رفتگی یکی ننته فقط چهره روش محکم میکنه و ما را آبوش میگه که ما برای منفعت وطن، منفعت دولت، منفعت خلق میگیم. ما را میفره دولتی باشه که دست نباشه در اون دولت. کامی که تراکتریس گفت، همین تراکتریس گفت پس تراکتر این عمل کرد زیاسی دست شکلتا کنن در کنی ترمجور کن. یکم رحمان فکر یکم خیش تبا رحمان فکر که بعد خلق ما آزاد می شود. برادر تا اگر در روسیه باشی مهاجر باشی کو ایمان وجدان داشته باشی، ایمان تا نفروش، ایمان وجدان تا نفروش. امروز مهاجرای ما در عذاب برادر میگو در لبای دولت عذاب است، نه که دولت ما وابشه خاک زمین را همین کمی که تاجیک باشه بید در درنای عدل ای برادر. قرغیزا میان مهاجراش میکشن میگیرن، ازبکا میان مهاجراش میگیرن، میگه تاجیکا با ما با پسان برند اینجا. نه این گپ شده ما کار میکنم. من شرمندی همین روسیه را دارم که همین شرمندیش بیزار شدگی ما میبینم هر وقت که برای ملت ما یک بدبختی میورانی. اگر رحمانوف مردک باشه یا دو میخیزه در همی با همین مهاجرت همین میگه که ما چی گناه کردیم که شما مرا ایتا سنگ معلومات میزن. ما همین که داروش میگم که نومد تو بخش تراکتریس گفته ایمون چند که خلق ما عذاب کشد بعد این عمل که باید رزی و غارتگری دومودای تو فرزندای تو سیر کنه.
تو که قصر قلم میکنی تو وقت که رحمان فقط قصر قلم شد پولا دلدی شنای رو در تاجیکستان نمونه او را هیچ که نمیبخشه کامی که میگه که بمونه برای وظیفه را او ختم میکنه باید جنایتکار جزاش بگیره نه که بکشانش این کدپی باید در کنی ترما بو پوشاکی انا نگاه کنه کموچ خیلی شده بنده وقت شده ما دیگه موضوع دور رفته شدیم حالا مصطفی رو گوش کنیم که مصطفی چی میگفته باشن مصطفی از موضوع دور نروی سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. نمیدونم که همین برادر دیگه چی بگم همین جدت کردم دیگه همین کوسه صبر دیگه لبریز شد همین برو اومد ریخ همین آب کوسه دیگه ریخ دیگه چی بگم این همین صبر کنم شکرانه آخه تاجیکستان آباده باشه گوش کفان باشه ما چیکار میکنیم در هر میرسه خدمت کردن چی جان منجا راه او تاجیکستان آباد باشه برای آخه همونجا برای همون چاپلوسا ده بست آخه چی جان تجا راه اینجا درامده ای دور همین جکیده است که یگان معنی نداره معنی اکا داره برای چی که ما همین رسید دهیم رنگی بطن خیلی خیلی پورا مونا میبرن مقصد نگاه بیشتن در کمی تاکل خیلی فورات کار که بگه او آدم نگاه ازو میکشن همون بار در خونش همه شبته بومین اولا همین شما وری سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سوزن اکوتین جین خوبه. بفرمایید. همین عده سوال دارم من بابای وجود دیدمش خیلی چیرش نورانی عده سوال داشتیم در مسئله قش. میتونیم سوال بدیم. مرحمت. بابای جیم در مسئله که جهاد در کدام ولد ما وقتی که الله ما را جهاد میگن در اجازت است. دویم سوال که ما الله ما را اجازت میده که ما از داخل همون همین ظالم بزنیم. برادر عزیز مقصد که بابا جان یک دقیقه گمه بخشی برای چی که ما خیلی مقصد شاید چی سوال ما گروهی باشه شاید که برای چی خاطر که این فکری عقیده که با سر ما جوشید برای که سال 90 را پیش رو میارن با همین خاطر که مقصد ما که ایدرن که مقصد ضرر نرسونیم به خلق به مردم. حالا سوال شما برادر عزیز از موضوع بیرون است. این سوالی که شما دادید به من تعلق ندارد برادر عزیز. این سوال به متخصصا در وقتش جواب میتن. بله شما برای در این باره یکان دومولوی پرسید. آخه اکای محمد دومولوی که دخم دومولوی که خیلی حق بگه نیست اما دومولوی هستند. برادر عزیز خواهش میکنم بعضی شما هم مولوی توجیه جغرافیا هستند. برادر عزیز شما درباره مسائل دینی پرسیده شدید. مسائل دینی روید از یکان دومولو پرسید. نه اکای محمدی اوجی دیدم مقصد اکر گفتم شاید که میفهم شاید هم سوال ما جواب میده با او خاطر درامم که معامی برادر عزیز خواهش میکنم هر یک نفر خودش به دیده خودش به دانسته سوال تید درباره جغرافیا سوال تید درباره حالا این مسئله هایی که امروز اکای محمد اوزی وقتی سوال نیست وقتی مقصد که وقتی عمل اکای جون دایی پشتی اکران ما بشینیم گپ زنیم چی کاری ما بود نمیشه وقتی که ما الله گفته که عمل کنین شاید که شهادت ما بتا شاید که پیروزی ما بتا نه ما نمی سوال گفتیم میخوام که بفهمیم عمل را از شما آغاز میکنیم بیت همین عمل را از شما آغاز کنیم در پشت اکران حالا شما هم گپ زده شدید ما هم گپ زده شدیم در پیش اکران کی گپ میزنید شما انشالله گپ میزنیم نه ما مقصد ما که چی گپ زد نیست ما مقصد که ما همین جمعه داریم تماشا میکنیم ای اوجی ندیدم خیلی 6 صفحه دودر جان شاید از صدایتون معلوم است شاید سینی صورتان است سلامت باشید دودر جان کلوب جان حالا ببینید ما اقلا گپ زنی از پشت اکران رو سر کرده هستیم
شما تا این درجه هم نرسیدید حالی. بیاید اقلا مثل ما از پشت اکران گپ زنید، شاید تو شما از پشت اکران گپ زنی رو سر کردن، ما شاید از پیش اکران گپ زنی رو سر کنیم. اکای شوکت اکا همین برادرانی که میبرویان هیچ وقت همیو را سنگ معلومات نزنن آخه چیزی باشه نباشه ما برامگیم ما دیدگیم خیلی رحمان دیتکت نامرد نمونه یارا که چهره روشان نشون میده پوسکای بمونه به همین چیزن ببران هزار احمد که این می نگفته سن حقیقت بیاد دولتی. تشکر برادر بهادر. اینجا تقاضا دیگر است. مثلا گریم شما در قرآن کریم یک آیت است، حالا این برادر از دین گام میزند، در قرآن کریم یک آیت است، لما تقولون ما لا تفعلون. خداوند میگوید که کبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، به فکرم همین خیلی بود، استغفر الله خطا نکنم. خداوند میگوید که این صفت منافقین است. چرا از چیزی رو که کاری رو که فعالیتی رو که از یک کسی دیگر طلب بکنی خودتون رو نمیکنید؟ چرا چیزی رو که نمیکنید خودتون رو نمیکنید؟ اکا یک گپ پیدا من اکا یک گپ نمیکنن، یک چیز رو طلب اکا شوکت همین پوسکای نشون نتن برادرو باید یک کار اما با کردستان برمان اکا محمد مونه ایو جی دیدیم بخشش اکا زنده باشید. سلام علیکم برادر شوکت محمد، سلام خود را به هم میرسون. در همین سوال برادر گفتنیم که کدامی که حکومت میخواهد، کدامی که ولس میخواهد، همو آدما میروند تظاهرات میکنن، از همو آدما سر میشه برادر. این حقیقتا جهاد شما انا موجود میشه که کدامی که میخواهد در سر کرسی بشینه، کدامی میخواهد که در آینده در حکومت کار کنه، همو انسان ها میخیزن میروند و تظاهرات میکنن، هر کاری کنن همیا باید بکنن. شما برادر یگان نگران نباشین برای جهاد، این همش دروغ. جهاد میگفتن هر کدام جهاد میروند جهاد میکنن، با آخر میان چی میگن؟ این دروغ بود، امریکا اسپانسر رو کرد. یگان که جهاد گفتن نمیتونه. سلامت باشین برادر شوکت محمد. برای که برادر من از یک جهت حیران، برادر شوکت محمد از یک جهت من هم حیران میشم که ببینین که در همه دولت ها اعتراض اولین مخالفین میکنن یا که کدام آدمی که حکومت میخواد، درست؟ بله. باید همین اپوزیسیون بکنه یا که همون آدمی که کدام میخواد با سر قدرت بیاد آینده میخواد که پرزیدنت شوه و در پارلمان کنه، همون آدم باید بکنه. سلامت باشین برادر شوکت محمد. تشکر. عبدالشکور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. همون برادری که اومد گفت کدام وقت جهاد میشوه، برادر عزیز اگر همینجا باشی یا گوش کرده باشی، نمی‌حوز جهاد مثلا پیغمبر صلی الله علیه و میگه که جهادی بزرگترین این سخنی حق را گفتن در برابر ظالم. مرحمت بیا سخن تا گفتن بگی و در برابر ظالم سخن تا بگو. این خودش یک جهاده. اگر که مثال جهاد کردنی باشه با به چهرت با مبارزه برای این هم جهاده. بسیار خوب عبدالشکور. درباره موضوع امروزه چه گفتنی هستید؟ درباره موضوع امروزه ما که همین برنامه دا گفتم اشتراک کنیم، چون که ما از همین گیسی همین یکی از گیس‌های تاجیکستان نورک، ما همون گیس نورک یک همین پیاده بگیم 5 منوت راه پیاده. ولی مردم بر اومدن از دوشنبه اونو میدونم از بگیم که از لیلنوبود است جای چی میگن که ما سوید نداریم. برادران ما در همین 5 کیلومتر هم نیست، یک 5 منوت راه پیاده میریم در همون گیس میدرویم، ما هم سوید نداریم. ولی در اینجا گفتنیم که چی نمیشود که ما اگر همی شخصایی که سهمیه دادن، همی نمیدونم یکون حقوق شناسی را شاید پیش برن، همین شخصایی که سهمیه دادن نمیتونن که همون سهمیه خودشون مثال دادگی طلبی از نمیدونم از یکون طلبی گزارش طلبی گزارش نه در سود بتونه میره، در سود بین المللی یا که سود جهانی بتونش که ما
سهمیه خودمون طلب نمیکنیم حداقل ما را همین سوئد مون به پول کنه سوئد مون به اگرانیچینی کنه بگیرن امو سوئد تا پولش میسپریم ولی سوئد قد نکنن انا که بینن این ظلمه که از مردم از تک تک مردم از من از شما به فکرم از همه سهمیه جمع کردن و سهمیه گرفتن به خاطر مردم به خاطر سهمیه به اون خاطر دادن که پول اضافگی کار کنن ولی اومده است همون مردمی که پول دادن سهمیه خریدن امروز به برق شدگن در کجای دنیا دیدید که یک سهمدار صاحبی سهمیه فرض کردیم یک نفر سهامی جمعیت سهامی استحصالی فرض کردیم تلویزیون است یک شرکت تلویزیون استحصال میکند یک نفر سهمداری همون شرکت است بله بله است اما با او باید از شرکت باید قرضدار باشد بله مثلا بگیریم در این نفروشد تلویزیون ندهد هیچ خیلی از این بله مثلا در اینجا یک از سهم گذاران که در از اون فایده بیند نه اینکه حتی مثلا در برق تاجیک پول سپردن یا که سهمیه سپردن در گیس سنگتوده سهمیه دارن مردم بعضی مردم 5 تا سهمیه دارن از 5 گیس سهمیه دارن بگیم ولی در آخر اومدن بیچاره نه اینکه فایده همون سهمیه شونه بگیرن نه اینکه او پول گردونن به اینو بتین حداقل سویت شونه داده است یعنی ظلم تا این درجه رسیدنش دیگه باور که جای دیگه نمیدونم حیران شدیم دیگه چی بگیم در این باره این خیلی نفهمی و این خیلی دیگه از این دیگه ظلم زیاد نمیشه به فکر ما که حالا ببینید شرایط تاجیکستان چه خیلی است هم تو من متخصص این ساحه نیستم ولی که معلومات ها رو از رسانه ها میخونم ببینید شرایط تاجیکستان چه خیلی است گیسی سنگتوده یکیش در دست روسیه است 75% سهمش در روسیه 25%ش در تاجیکستان یعنی گفتن گپ است که وقتی که قاعده سهم این است 50+1 یعنی از 50% نیم درصد هم زیاد شد گپی همون سهمداری اکثر می شود یعنی کسی که اکثریت سهم رو در دست دارد در اون کارخانه گپی او می شود یعنی سنگتوده یکی از سنگتوده یک است یا سنگتوده دو حالا اینجا آمیخته کردم در دست روسیه است 75% سهم در دست روسیه یعنی خوجین این روسیه است یک سنگتوده دیگر سنگتوده دو به فکرم از جانب ایران ساخته شدگی است سنگتوده دو و 12 سال طبق همون شرطنامه خوجین این شرکت ایران است جمهوری اسلامی ایران است یعنی تاجیکستان هرچند در داخل خودش این نیروگاهی برق آبی را دارد خوجینش یک کشور دیگر است به تاجیکستان میفروشد تا 12 سال تاجیکستان میفروشد حتی حق دارد به یک کشور دیگر هم فروشد من روسیه به چند کشور دیگر میفروشد مثلا برق تاجیکستان رو خواهد یک بار نداد هم قطع کرد تمام اناکنون بود چیمون گیسی روغن حالا ببینید دو تا چرخش رو با کار در آوردن یگان گزارش نیست از سهم مردم یگان گزارش نیست که مردم سهمش چی شد لیکن خود متخصصان حالا اینجا حاج بابا متخصص همین ساحه هستن حالا سوال میکنیم خود متخصصان میگویند که به همین حالت تخمین میرود که آبانباری روغن تا سال 2033 پر می شود تا سال 2033 تقریبا حالا بعد از چنده 12 سال بله 12 سال تقریبا بعد از 12 سال دیگر با آب پر می شود یعنی به استحصال اساسی نیروی برق بد می درآید از روی گفتی متخصصان
حالا به چند چیز اشاره کردن. به آبشوی پریخ‌ها خود متخصصان ساحه اکولوژی تخمین میزنند که اگر آبشوی پریخ‌ها با این صورت رفتن گیرد، دریاها کم آب بشوند. دریاها کم آب بشوند، از جمله دریای وخش نیست، رود وخش نیست. وقتی که دریا کم آب بشود، حالا این تخمینی که گفته ایستادند که تا سال 2033 پر بشود، شاید به درازا کشد، تا سال 2040 شود، تا سال 2050 شود. شاید کشورهای پایاناب طلب کنند که دیگه همین گیس روغن وجود نداشته باشد، چون که آب خودش کم شده است. دیگه شرایط گیس که شرایط خاکی با شرایط خاکی پیش آب داشته می شود، شاید آب رو جمع کرده نشود، شرایط آب جمع کنی از بین رود. این احتمال هم وجود دارد. پس چی می شود؟ یعنی تاجیکستان با همین ریسورسی استحصال زیادی برق داشتن بی برق است. یعنی یگان برق بزرگه که یک بجز نارک دیگه یگان نیروگاه برق آبی صاحبش تاجیکستان نیست. اکنون نیروگاه برق نارک 40% این نیروگاه رو یک شرکت میگیرد، پولش رو نمیدهد، با نرخ ارزان تری میگیرد، پولش رو نمیدهد. و از این حساب باز اینجا دل خارجیان رو به دست آوردن هست. قرقیزستان دلش به دست آوردن، ازبکستان دلش به دست آوردن، افغانستان دلش به دست آوردن. مردم تاجیک هیچی ندارد. پس چی باید کرد؟ حالا اینجا سوال اساسی این است که برنامه ما هم وقتش به آخر رسیده شده است. حالا من پیش از همه برادرانی که اینجا در نوبت ایستاده اید، 2 نفر را فکرشان رو گرفتن میخواهم. حالا سوال رو دادم میمونم، بعد از اون که به شما سخن دادم از اینها به این سوال هم میخوام جواب بگیرم که حالا دونسته شد که اینه که کلانگپی میکند حکومت تاجیکستان برق روغن، برق سانکتودا 1، برق سانکتودا نیروگاه سانکتودا 2، نیروگاه نورک و هاکزا ها، اما در اصل همین به یگان تشت یعنی خوجه‌ای کلی نیست به یگان تشت. پس باید چیکار کنیم که به برق تامین شویم؟ استاد تیمور ورقی، استاد داداجان یعقوبوف، از شما من به این جواب میخوام. حالا تا اینکه از شما به این سوالم جواب بپرسم، من به 2 نفر سخن بدهم. اسلام الدین هستید اینجا؟ غریب هستید؟ بله استاد اینجا گپ زنید. غریب درود بر بینندگان شما. و علیکم السلام، بفرمایید. من شد موضوعتون گفتنی هستم که اون شد او چی گفتن همتونم در باره موضوعتون گفتنی هم که خب این مصیبت متاسفم برادر عزیز، صدایتون کنده شده میگوید، ما صدای شما رو نمیشنویم. مزاری بفرمایید. مزاری هستید؟ ابو عبیدالله زاده، ابو عبیدالله بفرمایید. هستید اینجا؟ ابو عبیدالله هستید؟ حسین کلابی گپ زنید. مهاجر بچه گپ زنید. هستید مهاجر بچه؟ بفرمایید. هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مکه شوکت نازنین سوزن. تشکر به شما.
همین کمتر من نو در آمدم با این سهم گاو زدین ما هم سهم خریدگی همون روغون مجبوری دادگی بودن همون سهم های ما چی میشده باشه ما کار به کار می آمده باشه نمی آمده باشه ما هم داریم همون سهم هایی که فروختن مجبوری برام فهمیدنی بدیم برادر عزیز با حکومت با شرکت برق تاجیک با حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پروکراتوری جمهوری تاجیکستان یک نامه نوشتن لازم است که چه شد این حقیقت این سهم ما چی شده ایستاده است کی گزارش میدهد به این چی معلومات ما پیدا کردن میتوانیم حتما نامه کردن در کار است هر یک سهمدار تاجیکستان که سهم روغن رو خریده است گفتن که دو تا چرخش به کار در اومده دو چرخی به کار در اومده که چیکار کرد به پول کار کردن رو سر کرد می کنی پول سهمیه ها این پرسیده باید شود تشکر زیاد برادر عزیز حالا استاد تیمور ورقی هم شاید حضور داشته باشند در اینجا تشکر به هر دو شما من سوال دادم حالا اول از حاج بابا سر میکنیم بفرمایید خیلی که شما گفته گذاشتید در نیمکره شمالی امروز اقلیم گرم شده ایستاده است با برابر گرم شوی اقلیم البته پیاخود تیز آب می شوند لیکن نه آنه که ما محابات میکنیم نه آنه که ما امروز خواطر شویم البته کم می شود لیکن سالهای طولانی انشالله دوام میکند مثلا گس روغن بلندی همین پلاتینا 335 متر بلندی دارد حجم آبگنجایشش 13 کیلومتر کوبی باید آب جمع شود شما درست قید کردید که اگر همین آب پر شود ثانی گنراتورها نصب کار میکنند همین 6 گنراتور گس روغن هر یکش 600 مگاوات قوه دارد این میشود 3600 همین 3600 مگاوات در صورت پره به کار در آمدن زیاده 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال میکند لیکن بغیر از روغن نورک باز 6 تا گس دیگر کار میکند سنگداده 1 سنگداده 2 سربند بایغازی مرکزی لیکن 1-2 سال شد یک پروژه نو لایحه نو همین که تنها به خاطر زواد الومینیوم براری یعنی شرکت تالکو ساخته می شود نامش با نام شوراباد اگر همین شوراباد را خطای باید مبلغ گذاری کند نقض می شد که همین 200-220 میلیون دلاری که برای ساختمان بینای حکومتی و بینای پارلمان پرداخت کرده ساده است به همون نیروی برق شوراباد اگر مبلغ گذاری میکرد پس به زواد تالکو استحصال شدنش ممکن بود لیکن باز یک بار دیگر میگم در تاجیکستان مشکلات برق نه مشکلات در تقسیم مشکلات در صرفه‌کاری مشکلات در ثمرناک استفاده بردن شوکت جان حالا فکر نظر استاد تیمور ورقی رو شنویم شما چه نظر دارید ما با رئیس بابا فیق هستم بیشتر بله значительная часть проблемы конечно
создано искусственно, и значительная часть проблемы заключается в некомпетентности, в непрофессионализме и в коррупционности системы управления, всей системы, которую построил имам Али Рахмон. Именно поэтому, в принципе, можно было бы говорить о том, что нельзя, как говорится, в бизнесе все яйца класть в одну корзину и все усилия направлять только в гидроэнергетику, потому что она может иметь сезонный характер и может иметь некоторые, скажем, нюансы климатические в зависимости от таяния снегов, ледников и так далее. Действительно, может быть, это ошибка поднятия плотины до такого уровня и расчет высоты зеркала такой, чтобы работали все 6, чтобы зеркало было высоко, чтобы работали все 6 агрегатов. Возможно, это ошибка, мы не знаем. Дай Бог, чтобы в расчетах не было ошибки, чтобы действительно было достаточно воды, но тем не менее мы уже видим, что другие страны делают с таким же климатом, как у нас, например, в Узбекистане, уже делают, несмотря на то, что они полностью обеспечены сегодня, на сегодняшний момент газом, возможностями себя обеспечивать электричеством, теплом и так далее, они уже начали большие площади отдавать под солнечные батареи. Поэтому я считаю, что диверсификация, скажем, энергетической отрасли, сферы производства энергии должна происходить обязательно, в обязательном порядке. Нельзя ставить все акценты, складывать все яйца в одну корзину и делать, значит, упор только на гидроэнергетику. Нужно, помимо большой гидроэнергетики, нужны малые ГЭС, во-первых. Во-вторых, нужно, как Ходжи Бобо сказал, в регионах с гарантированными воздушными потоками ставить ветряные мельницы. И на площадях, у нас много пустующих площадей, безводных площадей. Например, в Аште я видел. Есть также в Дангаре, есть в Яване, Султанабаде, очень в Курган-Чубе, в южной части, юго-западной части. Очень много, у нас есть достаточно площадей для установления больших, так сказать, площадок для солнечных батарей, для того, чтобы иметь дополнительную электроэнергию, чтобы у нас был запас, была гарантия. И дело в том, что тот, кто первый начнет это делать, как Узбекистан уже начал, у того будет преимущество в дальнейшем. Мы должны сегодня думать о том, чтобы Таджикистан стал конкурентоспособным государством, чтобы наши люди получили образование, чтобы они получили профессию, чтобы они получили работу дома. Это отразится на очень многом. Это отразится на семьях, что будут крепкие семьи. Это отразится на том, что будут здоровые дети. Это отразится на том, что эти здоровые дети получат хорошее образование, получат работу. Это будет психологическое здоровье, это будет развитие когнитивное, развитие интеллектуальное, духовное и так далее. От этого очень много зависит, как я уже говорил. Это дает большой разносторонний эффект, мультипликативный эффект обеспечения страны электроэнергией.
Для того, чтобы это все произошло, мы должны накопить в наших аккумуляторах, общество должно накопить достаточно энергии, чтобы произошли перемены. Энергия нужна обществу сейчас для того, чтобы произвести перемены. Вот нам нужны перемены. Прежде чем мы не достигнем перемен, мы ничего не добьемся. 30 лет это правительство некомпетентно, эта власть топчется на одном месте и деградирует. Таджикистан не идет вперед. Таджикистан стремительно теряет конкурентоспособность. تشکر. یک ایلام ما درباره دریای وحش استاده گذاشتیم، لیکن درباره دریای پنج سخن نکردیم. برای آنکه در دریای پنج حالا یگان نیروی برقی ساخته نشده است، ولی در دوره شورا یک چند لایحه ها پیشنهاد شده بود. یکی از همین لایحه ها یعنی گیس دشت جوم در بین افغانستان و تاجیکستان ساخته می شود که حتی از گیس روغون کلانتر است. حتی این لایحه در دوره کاتب یکم بودی نیکیتا سرگیش خروشوف بود. همین دریای پنج راه هم در آینده در بین تاجیکستان و افغانستان همچون نیروی برق همچون آبیاری استفاده برن خیلی مفید است. بله همینجا مسئله آبیاری گپ زدید. من یک سوال داشتم. من در یک مقاله شما خونده بودم که در اون مقاله شما گفته شده است که مثلا درباره بستن پیش آب دریای زرافشان اونجا صحبت کرده بودید. شما گفته بودید که اگر در همون دامن کوه ها را زمین کرده اگر آب تیان، این پایان آب ها وادی ها نیز سیراب می شود، چون که همون آب هایی که در دامن کوه ها آب داده می شود مثل چشمه آمده از وادی ها بیرون می شوند و می شود که از اونها استفاده کرد. این یعنی چگونه به میون می بیاید؟ در این لایحه ما گفته بودیم که یعنی در بالا آب دریای زرافشان یعنی نیروی برق ساخته می شود، آب انبار ساخته می شود. از همون آب انبار یک قسم آب به طرف ناحیه دیوشتیچ انتقال داده می شود. در ناحیه دیوشتیچ گفتیم که یعنی یک چند ستانسه های مایده، خیلی که تیمور ورقی هم گفتن، ستانسه های مایده ساخته می شود و در همون ستانسه های مایده آب انبار هم ساخته می شود. ممکن 5 تا ممکن 6 تا ساخته می شود از همون کوه ترکستان پایان ترش نشیبای پایان سرکرده تا طرف دشت قزلی. در پایان ناحیه غنچی و یک قسم در ناحیه استراوشن دشت قزلی جایگیر شده است. اگر یگان مراتب سفر داشته باشد به طرف اورتپه، از همین ناحیه ناو کمک بلنده برای دگر دشت آغاز می شود تا نزدیکی اویلی میگن همونجا. و وقتی که آب را ما از دریای زرافشان به طرف دیوشتیچ انتقال میدهیم، این علکه آب اضافگی همون آب اگر در بالا دریانه های کوه ها در قسم بالایی آبیاری نمایم، حتما یک قسمش در پایان همچون چشمه میبراید که در این از این چشمه استفاده برده نقطه های اهالی نشین با آب تامین کرده می شود، نقطه های کماب با آب تامین کرده می شود و از همان حساب آبی که انتقال داده می شود در ناحیه دیوشتیج و در ناحیه استراوشن زمین کشت غله و باغداری و تاک پروری زیاد کرده می شود که این برای ولایت سوخت خیلی اهمیت کلان دارد. این هم لایحه دوره شورا است. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. شما را زحمت دادیم. شما هم سلامت باشید.
زنده باشید. تشکر زیاد به شما که در برنامه ما طول چند ساعت طولانی شرکت کردید و فعال بودید. زنده و سلامت باشید و امیدواریم در برنامه‌های دیگری با هم همچنین شرکت میکنید ان شاء الله. در آخر همین را گفتنی من که مردم تاجیکستان آباد باشند، سلامت باشند، زندگی ارزنده داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا یک نفر سخن نکرده ماندن، سعدالله، شما رو میشنویم و برنامه رو با بار دیگه سلام علیکم. بار دیگه عذر میخوام موضوع برم اکا شفقت جان نکیم. هم جواب بر سوالی برادر که از همین استاد دودو جان سوال کرد که جهاد وقتش اومده، او برادر تو که جهاد در همین مقصد در کشتن در автомат گرفتن خون رزونده میدونسته باشه. جهاد هم 5 نبود میشوه که وقتی نامبر کردن است. بعدا جهاد فرض اون وقت بود که شما تمام برادران از تاجیکستان بیرون کردسته بودن، فرض 100% فرض بود و حاضی کدام برادر مخالف که خالص لله حاضی میبرویا سخن میکنه، این هم جهاد است. برای که علم آموختگیان برادر سوقه جان، علم هم مقصد زکات داره، چه مال زکات داره، علم هم زکات داره. حاضی همون برادران زکات علمشون داده استند. از شما سرکرد تمام برادران مخالف زکات علمشون داده استند. بعدا بهترین کار کردن که گفتیم با چهره برو. وقتی که او در دلش این قدر جهاد کنی را میپروره، قدر از این قدر مقصد خونریزی منافقان هم میپروره، چی با میترسه رو شایشون نمیتا، چی با میترسه قدر جهاد کنه، چی با میترسه رو شایشون نمیتا. التماس خواهش با یا بار دیگه از همه برادران هم کسی مقصد از جهاد میبرویا، از جهاد گپ میزنه، از خونریزی گپ میزنه، با چهرهش ببرویا، نمونه به چهره، با چهرهش ببرویا گپ زنه. سلامت باشید. تشکر به همه اون نفرانی که در برنامه ما فعال بودند. تشکر به دوستان که در برنامه شرکت کرده فکر و اندیشه های خود را ابراز کردند و تشکر به آن نفرانی که ما را همیشه پیگیری بکنند. حالا اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. سلامت و سربلند و پیروز باشید.